برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند و تمام مهاجران تاجیک در غریبی هستید و حالا ما را تماشا میکنید و من بعد تماشا میکنید. شاید حالا فرصت نداشته باشید، شاید حالا در کار بار هستید، در غریبی وقت غنیمت است. عین حال شاید ما در حال برنامه نشر کرده شدیم که شما در حالت کار کردن هستید، نمیتوانید برنامه را ویدیویی تماشا کنید. برای شما ما توصیه میدیم که رادیوی پیام را، ضمیمه رادیوی پیام را در تلفن های موبیلی خودتان نصب کنید و تنها یک دکمه را انگشت زدن به شما امکان میدهد که با یک گوشی را در گوشتان ماندن سخنهای ما را، صحبتهای ما را گوش کنید و حتی میتوانید به صحبتهای ما همراه شوید. چیزی دیگر، آنهایی که حالا در کوچه و خیابان ها هستید، در کار بار زندگی هستید، خواهش میکنم این توصیه ما را هم به شما هم تعلق دارد. تماشابینان عزیز، کسانی که در تاجیکستان هستید و رفاه های قیمتی اینترنت به شما امکان نمیدهد که ما را شما به طور آنلاینی از یوتیوب تماشا کنید و همچنین موج های پست اینترنت به شما امکان نمیدهد که شما ما را توسط اینترنت، توسط یوتیوب تماشا کنید، به شما توصیه میدهم ما را توسط شبکه ماهواره پیام تیوی از ماهواره ایتیل 107B تماشا کنید. آنجا شما پیام تیوی نویسید، حتما در ماهواره ایتیل 100 حتما ما را دریافت میکنید. و آنهایی که عین حال فرصت دارید ما را تماشا کنید و ما را تماشا کرده ایستاده اید و حتی آماده هستید که در برنامه ما شرکت کنید، یک شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. و تماشابینان عزیز، امروز برنامه ما موضوعش مخصوص نفرانی است که حالا در زندان ظالمان قرار دارند و زیر شکنجه قرار دارند و هم تهدید میشوند که شکنجه میشوی، تحقیر میشوی، باید زبانت دخته باشد، صدایت نبرآمد. صدایت که برآمد حتما جزا میبینی. حالا از بین آنهایی که در زیر فشار و تضییق هستند در زندان، این تهدید را که دو نفرشان نپذیرفتند و گفتند که جنایت ما را شما باید ثابت کنید. ما بدون جنایت کردن اینجا هستیم، به سالیان دراز ما را پشت پنجره زندان کرده اید، ما این را قبول نداریم. اگر شما دلیل دارید و ما را مجرم میدانید، بیایید از نو مرافعی سودی ما را در حضور سازمان های دفاع حقوق بشر، در حضور جامعه، در حضور روزنامه نگاران بگذارانید که ببینیم شما آیا جنایت های ما را اثبات کرده میتوانید یا نه. چرا چنین گفتند؟ برای آنکه این نفرانی که زیر پنجره ظالمان، پشت پنجره ظالمان به سر میبرند، مرافعی سعودی اینها پشت درهای بسته گذاشته بود. پشت درهای بسته، بدون اشتراک روزنامه‌نگاران، بدون اشتراک سازمان های دفاع حقوق بشر، حتی بدون اشتراک خویشاوندان گذشته بود و اینها را گاوسود کرده بودند. به سالیان دراز پشت پنجره زندان افکندند،
بدون اینکه یگان جنایتشان را به ثابت رسانند. حالا وقتی اینها گفتند که دو نفر از اینها گفتند که به رئیس جمهور نامه نوشتند و گفتند که شما دخالت کنید، دلالت کنید، مساعدت کنید که مرافعه سودی ما تکراری برگزار شود و جنایت های ما را در حضور روزنامه‌نگاران، سازمان های بین المللی دفاع حقوق بشر، امبودسمن کشور و دیگر نهادهای حقوقی، جامعه شهروندی ثابت کنید که ما چه جنایت کرده ایم. اگر ثابت نمی کنید، ثابت کرده نمی توانید، ما را آزاد کنید. بعد این چه شد؟ آنها را به اتاق جریموی گذراندند. به اتاق جریموی گذراندند، به کارتسر. گناهشان چه بود؟ جنایتشان چه بود؟ چرا آنها را در زندان به اتاق جریموی گذرانیدند؟ برای آنکه آنها به مشورت زندانبانها، مقامات زندانبانی به رئیس جمهور مراجعت کردند. آنها همین طور شرح دادند، در رادیو آزادی نشر شد که مسئولین بدون افشا شدن نامشان، مسئولین ریاست اجرای جزای جنایتی گفتند که جنایتشان همین است که آنها به مسئولیت ما به رئیس جمهور مراجعت کردند. تمام حقوق شناسا گفتند وقتی ما پرسیدیم، حتی اگر اهمیت داده باشید، رسانه ها را دیده باشید، بنیاد بین المللی به نام بزرگمهر یاروف با پرزیدنت مراجعت کرد، گفت که آنها یگان کاری جنایتی صادر نکردند و با پرزیدنت مراجعت کردن هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان، چه آن زندانی است چه آزاد است، حق شهروندی است، حق شهروندیش است و هیچ جنایتی نکرده است و خودی به کارتسر پرتافتن آنها این جنایت بود، غیر قانونی بود. برای همین هم حالا علاوه بر این که ما برنامه کرده ایستادیم، این هفته را کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی، همچنین پیمان ملی تاجیکستان این هفته را هفته دفاع از این دو زندانی سیاسی رحمت الله رجب و زبید الله رازق اعلان کردند. امروز ما هم تصمیم گرفتیم که موضوع را درباره همین دو استاد رحمت الله رجب و استاد زبید الله رازق موضوع را ربط دهیم و در همین باره صحبت داشته باشیم. حالا تماشابینان عزیز، اگر رسانه ها را پیگیری کرده باشید، در همین هفته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز در پی مجازات این دو عضوی ریاستش در زندان با بخش اظهارات از رئیس جمهوری تاجیکستان طلب کرد که رئیس جمهور باید روشن نماید و اعلان کند که کدام گروه شهروندان حق مراجعت کردن به او را دارند و کدام گروه از چنین حقوق محروم هستند. حالا ما چند مهمانان به برنامه دعوت کردگی هستیم. خواهش میکنم کارمندان تکنیکی آنها را پیوست کنید. اینجا در دعوت ما اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم بودند در روی خط دعوت ما. حالا فرزندان این استادان دعوت شده هستند در برنامه ما. حالا ببینید اینجا ما میبینم استاد شاهنعیمی کریم، مرزا رحیمی کریم اینجا حضور دارند. فرزند استاد زبید الله رازق، حسام زبید الله حضور دارند. فرزند استاد رحمت الله رجب، خانم نیلوفر رجب و حضور دارند و اینچنین عضو کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان سلمان سلطانزاده حضور دارند.
یکایک شما خوش آمدید به برنامه ما. پیش از همه برادران عزیز، خواهران گرامی، مهمانان عزیز، پیش از آن که به شما سخن دهم، اینجا من یک سخنرانی تاریخی استاد زبیدالله رازق را از کارمندان تکنیکی خواهش میکنم که اینجا گذارند، ما با هم گوش کنیم. این سخنرانی در رادیوی آزادی سنه 27 مارت سال 2015 شده است. هنوز زمانی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان رسما فعالیت میکرد و حکومت تاجیکستان در صدد بستن بود و حکومت تاجیکستان در صدد بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. حالا درباره کسی، درباره کودتای حاجی حلیم نظرزاده، شاید حکومت تاجیکستان یگان نقشه داشت اما به خوابی هیچ کس آمادگی نبود. وقتی که استاد زبیدالله رازق درباره بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سنه 27 مارت سال 2015 در رادیوی آزادی صحبت می‌کردند. بفرمایید. راستی ما در یک کشور به نام دموکراتی، مثل که در شعارها هست، کشور دموکراتی، کشور حقوق بنیاد زندگی میکنیم و ما فکر همین نامی که هست، شعارهایی که هست، کنستیتوسی هم داریم، قانون اساسی هم داریم و قانون اساسی حقوق همه انسان ها را مثلا انسان ها را تأمین میکند و کفالت هم داده است که مثلا هر گروهی که میتوانند حزب تشکیل میکنند یا همون حزب تشکیل بریم، مشکلی تکنیکی پیش آمده است. حقوقی و گروهی همون حزب است. کارمندان تکنیکی در اعضای هر حزب وقتی حزب وقتی به چه گرفته تماشابینان عزیز، به فکرم در پخش سخنرانی استاد زبیدالله رازق مشکلی تکنیکی پیش آمد. حتما در هفته برنامه انشالله که این سخنرانی استاد زبیدالله رازق به شمایان عزیز شنوانده می شود. حالا پیشکی چند اقتباسی از سخنرانی استاد زبیدالله رازق که هنوز سنه 27 مارس سال 2015 که هنوز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسما عمل میکرد سخن گفتگی هستند، اقتباس میبرم. یکی از سخنهایشان این است که استاد زبیدالله رازق گفته بودند که حالا بعضی نفران نیت دارند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شود، لیکن بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر ضرر جامعه امروز است و گفته بودند که بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چند سبب می شود گروه های غیر قانونی و گروه های تندرو به میان بیایند و از این نگرانی جامعه خیلی زیاد می شود و مشکلات زیادی در جامعه پیش می بیاید. واقعا بعد بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اگر یادتان باشد همان شب روزها سال 2015 در بین آن جنگجویان داعش همگی 250-300 نفر تاجیکان در روی خط بودند، حالا که در ما 9 میلیون نفر بودیم، قرقیزستان 6 میلیون اهالی داشت، از قرقیزستان 580 نفر بودند، 580 نفر جنگجو بود، در تاجیکستان به 300 نفر نمی رسید. بعد از آن به خود اقرار خودی حکومت جمهوری تاجیکستان نزدیک به 2000 نفر همون شب و روزها الکی سال 2016-2017 الکی زیاده از 1000 نفر گفته می ایستادند، بعد به 2000 نفر رسید. بنا به معلومات های غیر رسمی زیاده از 5000 نفر از تاجیکستان رفته به داعش، به جنگجویان پیوستند، جوانان تاجیک. واقعا این تخمینی استاد زبیدالله رازق که هنوز در حالت
رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عمل میکرد گفته شده بود. حالا استاد محمد سعید رضایی نیست به ما پیوستند. خوش آمدید. یکایک شما باز بار دیگر خوش آمدید. می توانیم یک بار دیگر حرکت کنیم که استاد عبدالله رازقه سخنرانیشان بمانیم. یک بار دیگر حرکت میکنیم دوستان عزیز. اگر نشد برنامه را ادامه میدیم. راستی ما در یک کشور به نام دموکراتی مثل که در شعارها هست، کشور دموکراتی، کشور حقوق بنیاد زندگی میکنیم و موافق همین نامی که هست، شعارهایی که هست، کنستیتوسی هم داریم، قانون اساسی هم داریم و قانون اساسی حقوق همه انسان ها را مثلا انسان ها را تأمین میکند و کفالت هم داده است که مثلا هر گروهی که میتوانند حزب تشکیل میکنند یا همون حزب رو مثلا حزب خودشون از بین میبرند، این یک حقوقی و گروهی همون حزب است، یعنی اعضای حزب. اعضای هر حزب وقتی با چی گرفته میشود، با قید گرفته میشود، در وزارت عدلیه نامنویس میشود و یعنی اعتراف میشود در جامعه، دیگر دخالت شخصانی بیرونه با این کار حزب که حزب فعالیت کند یا نکند، دخالت شخصانی بیرونه دخالتی به منطق به نظر میرسد. برای اعضای یک حزب لازم است، یعنی وجود یک حزب در جامعه لازم است، همین مردم خودش بدونی مثلا دستور دادن، بدونی نامه تشکیل کردن، بدونی همین مردم اگر توجه نداشته باشند و حزب خود از بین می رود. وقتی که مردم توجه نکنند، پایگاه مردمی نداشته باشه، پایگاه مردمی که نداشته باشد، هر حزبی به قطع نظر حزب نهضت هر حزبی باشد از بین میره خودش. ولی مثلا مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که یک حزب معتدل اسلامی است، حزب معتدل مذهبی است، من همچنین نه همچنین یک اعضا یا یک عضو شورای سیاسی این حزب، بلکه همچنین یک شخص عادی من جامعه مسلمان خطر در آن میبینم که مثلا از بین رفتن یک چنین حزبی معتدل از بین وقتی میبرند به زوری و به هر راه و به هر وسیله کوشش میکنند که از بین برند. این البته در جای این چندین گروه های پیدا میشن، چندین سازمان ها و تشکل های پیدا میشن که دیگر پیش روی اونها رو گرفتن مشکل میاد. حالی که مثلا مسلمان ها یک حزب قانونی دارن، ما مثلا تمامی فعالیت های ما در نزد تمامی مردم و در نزد رهبریت کشور مثل آینه روشن است که ما مثلا حزب نهضت چیکار کرده است و چی دارد میکند. اما وقتی این از رسمیت برآمد، گروه های دیگر از بسیار جاها سر میزنند که اونها را دیگر فعالیت های پنهانی اونها را زیر نظر گرفتن خیلی مشکل میشه. به خاطر همین من در بستن حزب نهضت چیز مصلحت نمیبینم برای همچنین یک مسلمان، همچنین یک تاجیکی همین کشور، یک شهروند همین کشور با زوری به این راهی که کوشش کرده دادن نهادهای علاهیده برای بستن حزب نهضت، به این راه هر حزب رو بنده مگر فایده نمیکنیم. غیر قطع نظر از که حزب نهضت است کدام حزب دیگر است، خود ملت و تن این دولت فایده نمیکنه از این چیز. این چیز از مسجدها صدا بلند میکنه، از امام خطیب ها از اینا صدا بلند کرده است. خب اگرچه فرمایشی هم باشد، خودی برادران هم امام خطیب هم یک بار هشدار میتونم که بستن حزب نهضت بستن مساجد است. اینا انتظار باشن وقتی حزب نهضت بسته میشد، انتظار باشن که مساجد یک تا آهسته آهسته پی هم بسته میشن و اون نقشه که در مثلا جمهوری ما رفته استاده است برای از حیات جامعه دور کردن اسلام، این چیز با مثلا تدریج رفته استاده است این کار با سری مساجد هم میاد این روز. یکایک شما شنیدید.
گویا که با استاد زبیدالله رازق خواب دیده باشند همه این چیز که پیشکی همه این چیز را پیشگویی کرده بودند حیاتی جامعه امروزه تاجیکستان را و علمای اسلام به خطیبان هشدار دادند که بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آگاه باشد که بستن مساجد است. آن وقت آن روزهایی که این استاد زبیدالله رازق در رادیو آزادی صحبت کرده بودند آن روزها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسما فعالیت میکرد ولی بعضی از امام خطیبان را به دستشان شعارها را داده به کوچه ها میبرآوردند و میگفتند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باید بسته شود. همون امام خطیب ها خودشان دیدند مسجدهایشان را ویران کردند ولنگار کردند با اکسکواتور به زمین یکسان کردند بعد از آنکه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شد. این استاد زبیدالله رازق حالا در زندان ظالمان به سر میبرند. یک پیرمرد. حالا نوبت را به مهمانان میدهیم. با اجازه شما استادان تشکر که در برنامه شرکت کردید. اینجا خانم نیلوفر رجبووا دختر استاد رحمت الله رجب حضور دارند. من شما را خوش آمدید میگویم و من میخواستم از شما بپرسم که حالا شما که پناهنده به یکی از کشورهای اروپا شده اید بگویید که چگونه به شما امکان شد که شما از تاجیکستان بیرون شوید؟ آیا شما را نداشتند در تاجیکستان گفتند که اینجا نمی روی مثل دیگران؟ میکروفونتون رو فعال کنید خواهر نیلوفر. فعال است. آواز نیست؟ صدایتون هست بفرمایید. سلام علیکم بار دیگر. تشکر زیاد که ما رو به برنامه دادید. البته ما از سال 2016 و 6 ماه بود ما را زبطه مانده بودم. ما باید صدایتون کنده کنده شده می آید. شاید جای ایستادگیتون موافق نیست یا موج سست است. حاضر ساز است آواز. خوب شد. ما از سال 2016 سال و از طرفی کمیته امنیتی اعضای کمیته ما هم زبطه بودیم. بعد از بسیار کوشش ها بسیار دو کردن یعنی که اجازت گرفتیم به برآمد تا که فرزندها را تبابت کنیم. بسیار خوب. شما اینجا من بسیار میخواستم مختصر از تاریخ روزی بازداشت پدرتان صحبت میکردید. روزی بازداشت چگونه صورت گرفت؟ آیا شما در خانه بودید؟ از کجا بازداشت کردند پدرتان را؟ روز 15 سپتامبر بود. نماز شام با پدرم بودیم. وقتی در را شدم گفتم که پدر تفریبات که ما با او یک دو سخن داریم همین جا میپرسیم و جوابش میدیم. پدرم روزادار بودم. نماز فرض خواندم و به نزدشان برآمدم. همون خیلی بگم که چین سوار کردم همون خیلی یک هفته بینام نشان بود پدرم. 16 سپتامبر بعد رسانه‌ای شد که 13 نفر را بود. بعدا یک هفته زنید یک بار سنجیم که چخیل می شود. میکروفونتون دورتر مونده گپ زنید. حاضر ساز است. بله. یک هفته پس رفتن پدرم بعد به ما زنگ زدن که بیاین سیزاده یک هفته ما گفتیم پدرم. متاسفانه ما شما را درست شنیده نمیتوانیم. بدون میکروفون همین فقط با تلفن میتونید صحبت کنید. همون میکروفونی که با تلفنتون پیوست شدگی است.
بکنید. حاضر آواز هست؟ هست، صدا هست، فقط کنده میوه. کنی گپ زنید. حاضر هست آواز؟ بله خوب شد. یک هفته وقتی که پدر ما را بودن، یک هفته ما کفتیم پدر ما. بعد یک هفته در یگان جا یافت نکردیم. یک هفته پس زنگ زدن از سیزوکی اومده، به همین سیزوی شهر دوشنبه یک اومده اوزوقواری بیارین، لباسا بیارین. یعنی که ما دستگیر کردیم گفته. بله. یعنی از خونه چه خیلی بردن مردم درست نشونید؟ نماز شام بود، با پدرم نماز شام میخوندیم که در بگیم تختخ شد. من خودم رفته در کشودم که گفتن که با پدرت صحبت کردن میخواییم. 5 نفر بودم از کمیته دولتی امنیتی ملی بودم. پدرم به نزدشان برآمد. من گفتم با کجا میبرین؟ که گفتن اینجا نمیبریم، همینجا یک دو سوال داریم جواب ده، جوابش میتیم. با ماشین شیناندن، گفتن ماشین ده سوال میکنیم. همون خیلی بگیم که با سرعت سخت بگیم که ماشین راندن رفتن. همون خیلی یک هفته ما پدر ما نیفتیم، از کفتکو و نیفتیم. بعد یک هفته زنگ زدن که در سیزو هست گفته. بعد از آن چه شد چیمان که در همین موبایل کمی گذشته دانشجویان آمدن خانه شما را سنگ شب و تخم شب کردن؟ چرا این شد؟ 27 سپتامبر 2016 سال بود. وقتی که با شیار آمدن با اتوبوس، تقریبا یگان 60 نفر بودن. شیارها کردن، تخم شپک و سیب و چیزی که یافتم خلاصه زدن. وقتی من نمیدونم، وقتی که من با اونا سوال کردم چرا مثال جا خانه کبیری نیست که شما با شیار آمدین که نیست با کبیری، مثال برای چی با خانه خودش نمیرین؟ گفتم که با ما هم خیلی گفتم، ما هم خیلی با شما فرقیت نداره، با ما هم خیلی گفتم بگیم که از بالا هم خیلی فرمان شد که با خانه شما رفتم خیلی شیار کنیم. وقتی من برآمده اونا را عکس گرفتم، نوار گیری کردم، چون که بگم که من از روی قانون این حق حقوق شهروندی ما بود که با خانه ما حمله کردن. من برآمده اونا را نوارگیری کردم، اونا را هم از طرف خودشان مرا نوارگیری داشتم. بعدم بگیم که وقتی که رفتم از بعدی همین چی حالتی که بالای سری ما رخ داد، بعدی روز شد. یعنی از همون وقت ضد شما بسیار اقدام های از طرف جانب مقامات امنیتی و انتظامی گرفته شد. بله. بیایید همین سنگ شب و تخم شب دانشجویان به خانه استاد رحمت الله رجب رو ببینید. چیزی سیپه اونم چیزی جورده هست همه را منو کردم زدم. بعد این نویرم توالت رفتنی بود. باید گفت بی جان آمدن گفت داوید رفت ترس بودک دیگه نه ای خیل کرده تانیسته نه او خیل. داوید دومش کمش قپیده بینم که دیگه آوازشون برآمد بزنین میگه بزنین. چی تخمی بود نمیدونم زدم. من گفتم آیویده که تخم زدی همون استودنتای گشنده بیرون نکردی که بخرن. شیور داشتن نیست بودو کبیری، نیست بودو خوین، نیست بودو تروریسم. ما چی ترور کردیم؟ شوی ما دمی 59 یک سال کم 60 ساله او کجا یا رقا برداشتن نمیتونه؟ چه خیلی ای در کجا آمدگی ای خیلی در کجا آمدگی ای همسایه بیچاره ما کارشو ندارم، همسایه ما بهترین انسانن. با بیچاره برآمدن اینا شرم کردن میگن که در محکم کنین همه کی هیچ کنه بینه اینا ندنمی ازدواج سن کنن کشنه هیچ کنه برای باید این خیلی بی‌عدالتیه. وقتی که برآمد دخترم سیومکا کردن گرفتن رفتم اتوبوسی نمره 1 این همینجا ایست باینده کلوناشون اینجا سیومکا کردن اینا خودشون پال این همینجا پول بود اینجا همشون ایستادگی بودن. خیلی باید تا کدام درجه را این خیلی میشود بر ترس خواه میرم بر ترس میخیزم دچکم من نمیدونم چه خیل کنم ایتانه میزنم اشکم میزنم اشکم میگودکو میبرم چی بگم نمیدونم. چی خیلی که دیدین در اونجا پلاکت ها بودن، پلاکت ها رو در گیراندن گفتن که دروازه شون سوزونه. به همین خاطر من مجبور شدم برآمدم و نوارگیری و عکس گیری.
یا کودکان خردسال نبودند وقتی که اومدن تخمزنی سیبزنی سنگزنی شد وجود شما را هراس فرا نگرفت؟ دخترچه من 1.5 ساله بود وقتی که هم خیلی با شیار میویان میگه دخترچم به تنه دیوار راه گشته ایستاده بود وقتی که می شیار میشه و سنگ شپ و تخ شپ میکنن کودک از ترش میغلطه دستش از 3 جا میشکنن همه باقی کودکایی که در درون خانه بودن از تلخکف شدن به نوبت همشون زرپروین کسل شدن. حالا شما گفتید که بعد از همین حالت که شما برآمدید آنها را ثبت کردید مناسبت مقامات انتظامی و امنیتی کشور نسبت شما دغل شد یا اینکه به طور خوب نبود شما میگفتید که بعد همین رو میگفتید که بعد حبس پدرتان و این گونه برخورد دانشجویان که به جای رفته درس خودشان را خواندن به جای آن که اون تخم‌هایی که به در شما شپیدند و به خانه شما شپیدند شکم گرسنه خودشان را به جای سیر کردن اومدن اون تخم‌ها را به خانه شما حواله کردن حالا که میشد که اگر اون تخم‌های خودشان میبود حتما آنها خودشان میخوردن اون تخم‌های فرمایشی بود که مخصوص به در شما زده شوند من به این باور دارم اما گفتید که مناسبت دیگر شد این مناسبت چگونه مناسبت ها بود یعنی که مرا به مزد مهنت فیراد کرده بودن که بیا با پسرت کاسیوم فروک رایگان میتیم گفته پسرچم صنف 1 میرفت اما پسر بیمارم وقتی که رفتم بگیم 4-5 نفر از مردها یعنی که لباس های نظامی داشتن گفتن تو خواهر شهرت رحمت الله نیستی تو فرزند یامو خوین رحمت الله نیستی گفتن همین مناسبتاشون سر شد بگیم اما خیلی مناسبتای بد شد بعد شما چه واکنش نشان دادید توانستید واکنش کرده با گپشون جواب داده البته که جواب دادم مرا در همه جا گپ نادرا گفتگیان یعنی که در تمام مجلس و حتی یک مجلسی بگیم که پسر خودم در اشتراک کرده بودم گفتن که دختری خواهین خواهری همه خبرهایی که در تاجیکستان هست گویا که من با اکام روان میکنم ثبت ویدیو کرده اکام نشر میکرده در نزد خودم اینو خیال نکردن که من اشتراک دارم که وقتی که من دست برداشتم خواستم گفتم چرا شما تهمت میکنین من همه آدم گفتگیتونم خمیلیون برای این رنگاشم هر خیلی شده و هیچی گفته نتونستم حالا ببینید در تاجیکستان زندانیان سیاسی کم نبودند و برابر پدر شما 13 نفر عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بازداشت کرده بودند و همچنین در یک مدت کوتاه این شمار تا به 200 نفر رفته و از 200 نفر هم گذشت اما نفرانی که برای آزادی پدرشان آزادی شوهرشان یا برادرشان یا که پیوندشان که در زندان بودند مبارزه می‌بردند خیلی کم شمار بودند و از اساسی ترین مبارزان این عائله شما بودید و مادرتان بودند در همین مبارزه های حقوقی اینجا سخن میکردید چگونه فشار میشد بالای سر شما هم میشد آنچنانی که دیگران هراس داشتند و بلب مهر زده بودند پدرشان در زندان است یا که برادرشان در زندان است عمکشان یا که تقایشان در زندان است به هر حال نمیخواستند که صدا بلند کنند و میگفتند که ما هم صدا بلند کردیم ما هم پشت پنجره زندان میبرند چرا در همون حالت شما از پشت پنجره زندان رفتن همچون زن خانم نهراسیدید و این مبارزه خودتان را دوام دادید چون که با ما قانون کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قانون اجازت دادگی است که هر یک فرد مثال حقوق دارد که یعنی که از حقوق خود دفاع کنه به همین خاطر ما را بگیم برآمد از وطن من که بود همه طرفه ما را که غم میدادن الکی جان در نظر نمیتافت
аз дастмон омадагия мекардем. Ба ҳамин хотир бигем ки кӯшиш мекардем ки то ки зиндагимона барем, чунки моро дар ягон ҷо на ба кор мегирифтанд, на ягон ҷо. Ҳатто ба писарчаи ман ки синфи 5 мехонд, набераи хоину духтари набераи хоину писари, яъне ки маро беҳад гапҳои қабеҳ мегуфтанд ки модари ту ситораи интернетие, гуфтам хеле мазоқ мекардам. Кӯдак ҳар рӯз гирён шуда меомад ба хона. хеле бигем асаби кӯдака вайрон мекардам. бале, тамошобинони азиз, як бори дигар хотиррасон мекунам дар ҳузури мани шумо дар студио Нилуфар Раҷабова, духтари Раҳматуллоҳи Раҷаб. ин хоҳар ҳамон нафаре ҳастанд ки ба хотири ҳиҷобашон аз кӯча аблава карда гирифта бурда буданд ва таҳдид карда буданд. ин хонум ҳамон нафаре ҳастанд ва дар расонаҳо суҳбатҳояшон ҳаст. шумо метавонед аз расонаҳо пайгирӣ кунед. ва инҷо ман як чизи дигарро мепурсам. шуморо ба ҷуз ин ки ба хотири падаратон ранҷу кулфат диҳанд, ба хотири ҳиҷобатон низ ба шумо фишор оварда буданд. ин чӣ гуна рӯй дода буд? Ман вақте ки ба беморхона рафтам, аз беморхона бигем ки томографияи компютерӣ кардаги будам, баромадам ки дар ноҳияи Сино ҳамо Раъно Абдуллоева бо ҳамо ду низомӣ либосҳои низомӣ доштанд. Ҳамна бигем боздошт карданд. Гуфтанд ки рафтем фармондадиҳӣ мекунем гуфта. Гарчанде ки ман мисол диктофон гирён карда будам, чунки якум бор нест ки мисол маро меқапану боздошт мекунану бигем суханои қабеҳ мегану гуноҳа сари ман бор мекунанд ҳама вақт. Чунки ягон суд, ягон прокурор пушти ман нест, ба хотире ки падарат хоин аст, бародарат хоин аст гуфта. Ба ҳамин хотир ман бигем ки диктофонам гирён буд. Вақте ки бо онҳо чӣ хел муросаа кардам, чӣ хел суҳбат кардам, маро боздошт карда бурданд. Ҳамаш дар расонаҳо ҳаст, намехоҳам боз такрор шавад. Ба ҳамин хотир вақте ки суд моро бурданд, моро аз хона дузида бурданд. Яъне ки бо фиреб бурданд ки рафтем дар генеральни прокуратура, бигем тамоми ҳамин калоншавандаҳо ҳастанд, тамоми бигем расонаҳо ҳастанд, ӯ ахмақа ҷазо метиҳам гуфта. Моро ҳам хел фиреб карда бигем ки гирифта ба суд бурданд. Вақте ки ман ба суд дохил шудам, маро гуфтанд ки ҷабрдида ба иҷа имзо мон гуфта. яъне ки вақте ки ман хонда имзо мондаму аз таги ӯ бигем копировка ном дорад, аммо коғаз хатто накунам, дар таи ҳамон бигем имзои ман ки вақте омад, баъд бигем Раъно Абдуллоева гуфт ки ҷабрдида биёен. Аллакай ҳамаш тайёр буд. Суд 5 дақиқаам давом накард. хезед аз ҷо гуфт суд рафта истодааст. маро бигем ки чӣ кардам, ҷарима бастам. То гуфтан рав фавран ҷаримаро супор, ба биёр ба коғази судиро ба ту метем. яъне ҷабрдида бояд ҷарима супорад. бале бале. инҷо Тоҷикистон аст. 4 та бахшиш гапатонро мебурам. ҳамонҷо 4 та бигем ки шоҳид дароварданд. шоҳидошон 2 нафарош ҳатто бигем ки 18 сола набуданд. 2 кӯдака овардану як зани овардан ба номи Фирӯза. ӯ тамоман бигем дар ӯ қазия иштирок надошт. мегӯяд ки ту мара мисол ҳамун Раънора ту дашном додӣ. мегӯям чӣ дашном? ихали киф бардошта истодааст. яъне ки намедонам. маълум аст ки яъне ки ҳамашон бофта сохта буданд. он сардори полисе ки шуморо таҳқиру таҳдид карда буд, номаш чӣ буд? Истамзода Машраф Истамӣ. Истамзода Машраф ҳамоне ки имрӯз аз вазифааш барканор шудааст. бале? аз вазифааш барканор шудам. бо хондам ки бо ба ноҳияи Хуҷанд, яъне ки ба шаҳри Хуҷанд ба кадом ноҳияи бо сардор кӯчонд, муовини сардор кардагӣ аст. ҳамон ҷиноятҳои қаблияшро содир кардагӣ ҳаст. бо ҷиноят аз вазифааш бо талаби шаҳрдории шаҳри Душанбе, шаҳрдории пойтахт Рустамӣ Эмомалӣ аз вазифааш барканор шуд. ҳоло мафии худашон аст, овардаанд дар Хуҷанд ба кор мондаанд. ҳамин хел аст инҳо. ҳамон Машраф Истамзодае ки ин хоҳарро таҳдиду таъхир карда буд. ҳоло дар бораи таҳдиду таъхир
سخن نمیکنیم. اگر لازم باشد از رسانه ها پیگیری کنید. با موضوع برمیگردیم. خواهر عزیز، حالا ما شنیدگی هستیم که پدر شما استاد رحمت الله رجب را و استاد زبیدالله رازق را به شیزا گذراندگی هستند، یعنی به اتاق جریمه‌وی. چرا چنین شده؟ میگویند که از روی عریضه ها، یکم باری وقتی که عریضه نویسته بودن به تمام یمی بگیم که کمیته ها، یعنی که گنرال پروکراتورا با امبودسمن با دو مقامات دیگه با سیفالله زاده حمله شد، یاد دارین. بعدا خبر شد که به پدر ما حمله شد. نمیدونم ساخته است، هیچی گفته نمیتونم، چون که دویم بار وقتی که جوابش وقتی که آمد از گنرال پروکراتورا به نزد پدرم، با اونا کپیه کردن ندادن حجت را، تا که مثال در دست اینا باشد، تا که خبر دار باشیم که چی گفتن در جواب. بعدا دویم بار یکم تاریخ بود که عریضه اینا به رئیس جمهور نویستن، پنجم رسانه‌ای شد، یعنی که ببینید که از بین 5 روز گذشت. بعدا وقتی که رسانه‌ای شد، در رسانه ها 5 تاریخ بود، 8 تاریخ اونو را بردن به کارتر. یعنی همگی در بین 3 روز گذشت. بله بله، از این خیلی سپردن، اگر از اولی سپردن حساب کنین، یکم تاریخ به همون زندانبان هایی که مثال عریضه را قبول میکنن به اونا برده سپرده شد. یکم تاریخ بود، یکم نوامبر بود، یعنی 5 رسانه‌ای شد و 8 اونا را برده کارتر کردن. اما پیش از این واقعا با همی یکم عریضه شون علاقه با پدرم دلای جنایی کشیدن در درون که شما کی هستین که مثال عریضه می نویسین. به همین خاطر علاقه همون وقت شکایت برای رئیس جمهور. بله بله، بگم که علاقه همون وقت حکم پدر ما برآوردن، چون که 2019 سالم یادتان باشد، به یگان گناه وقتی که واقعی که در وحدت شده بود، با همو حزبیا 2 نفر کشته شده بودن، پدر ما هم بگیم پکته کرده بودن، یعنی که وقتی یکم بار گناه میکنی باید شیزا کنن، نه پکته. پدر ما را علاقه پکته کردن. وقتی که رفتم که دعوا کردم برای چی، رامو کلانی زندان گفت که به خاطر که قایچی، یعنی که ناخونگیرک با اصل نگاه داشته، این غیر قانونی گفته، همین را بهانه کرده پکته کرده بودن و شکنجه هم شده بود پدرم. یعنی چند بار رسانه‌ای هم شد که وضع سلامتی پدرتان خوب نیست و به نزدیکی رسانه‌ای هم شد که شرایط زندان خوب نیست. در این باره چه گفتنی هستید؟ البته من درباره سلامتی پدرم گفته میتونم، چون که در حقیقت سلامتیشان خوب نبود. بعد کووید شدن یک بار سلامتیشان بد شد. 2 مرتبه با سرایوسط بگیم 2 مرتبه عریضه کرده بودیم، با مادرم بردیم. 2 مرتبه جواب رد آمد که اینا چه خیلی فهمونم، اینا سزاواری همون خیلی، اینا گناهگاران سزاواری همون خیلی بگیم که جزا هستند. بله سزاواری همون خیلی جزا هستند. همون خیلی 2 مرتبه رسانه‌ای شد که مادرتان از حکومت جمهوری تاجیکستان پرسیدند که باید جواب دهد که چرا آنها را به اتاق جریمه‌وی گذرانیدند و یک مراجعه مادرتان با زبان روسی هم اینجا رسانه‌ای شد. در این باره چی میگوید؟ حکومت جمهوری تاجیکستان و این مراجعه مادرتان یگان جواب داده است تا این وقت یکان واکنش بود یا نه؟ نه، تماما یگان جواب داده نشده است تماما. چون که پدرم با همراه یکای زبیدالله وقتی که عریضه یکم هم نویسته بودن، چند مرتبه امبودسمن خطا نکن با بازاده امید، چند مرتبه به نزدشان وقتی که رفتن واکنش داشتن، گفتن که شما را قانون اجازه دادگی است که حتی با سرور دولت رئیس جمهور یعنی نویسین. به همین خاطر بگیم همون اینا را به همین وعده بگیم که
چه خیلی فهمونم با امید که به همین خاطر اونا کجایی که مثال در کار بود مراجعت کردن اما به نتیجه. بله، یک سوال آخران. حالا ببینید به نظر میرسد اینجا از عریضه‌ای که برای رئیس جمهور نوشته شده است، سر ریاست جزای جنایی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان بیخبر مانده است. بیخبر مانده است و خفگی رنجش سر ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان هم این بوده است که چرا آنها بیخبر ماندند که رحمت الله رجب و زبیدالله رازق به رئیس جمهوری تاجیکستان عریضه نوشتند، شکایت کردند. این عریضه آنها چگونه بیرون برآمد؟ توسط کی؟ گفتم میتوانید؟ البته همه وقت چه خبری که رسانه های مخالفین نشر میکنن این باری من میکنن، چون که همین هم باری من کردم که دخترش هم عریضه های چیزی که بود مثل حجت ها برابر یکتا چاپ کرده ایستاده، اما این طور نیست. وقتی که مادرم رفتن به قبولی امو ترسونزاده بختیار رئیسی امو زندان یک است، یعنی که شهر وحدت، خودشون نبرامدن، گرچند که همونجا حضور داشتن نبرامدن، معاون روان کردن. مادرم گفت که شما گناهگارین که مثال عریضه چی خیلی شده برآمد، گفت که بله ما گناه خودمون قبول میکنیم اما اینا نظامی زندان بیرون کردن. یعنی که مادرم گفت که شما را نیز گناهگارین که عریضه چه خیلی مثال برآمد، شما خوش رو میکوبین، همه را از سر تا پا میکوبین، چه خیلی عریضه بیرون برآمده مثال. که گفتن بله ما گناه خودمون قبول داریم اما اینا نظامی زندان ویران کردن، باید که شینان دوام 2 ماه. یعنی آنها پنهانی توسط کسی، توسط همین خود زندانبان ها عریضه را بیرون کردگی هستند و باز همون زندانبان ها آنها را قانون زندان را ویران کرده گفته به اتاق جریمه بردند. بله همین طور شدگی است. شاید همین طور، چون که من در وطن نیستم که مثال گویم، به همین خاطر شاید همین طور شدگی است. تشکر زیاد به شما تماشابینان عزیز. با ما بودن نیلوفر رجبووا، دختر عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رحمت الله رجب و خواهر روزنامه‌نگار مشهور شهرتی رحمت الله. تشکر به شما نیلوفر. ما از این خانم خواهش کرده بودیم به یک چند سوالی که ما داریم در برنامه شرکت کرده جواب دهند و حالا جوابهایشان را هم با هم شنیدیم. اینجا چند نفر استادان و چند نفر دوستان در برنامه الکی پیوست شدگی هستند. ما نوبت را به آنها میدهیم. اگر خواهر نیلوفر خواهش در برنامه باز هم باقی مانده در صحبت همراه شدن داشته باشید بسیار خوب، اگر نداشته باشید ما عذر شما را میپذیریم. اگر اجازه باشد من سخن اخیرانم را گویم برایم. بسیار خوب، بسیار خوب، بفرمایید. وقتی مادرم با پسر یکای زبیدالله به نزدی منصور جان معروف رفتن، یعنی که سرریاست، او خودش نبود و معاونش نورالدین رحمان قبول کرد. بگیم که تهدیدهای زیاد کرد، هم به مادر من و هم به برادر، یعنی که به عائله اکای عبدالرازق. بگیم که وقتی که مادرم گفت چرا کار کردین شما، شرایطش به نهایت وزنین است، گفت که تو خود در همونجا بودی؟ گفت نبودم اما خبر دارم که در چه حالت است. گفت بعد گفت که آخه اونا چون سلامتیش خوب نیست مردن شما ممکنه. گفت که مردن گیرانن هم که جواب دادن آیا نظامی بگیم بلندپایه هم جواب دادنش اجازت هست از روی قانون؟ بله البته که نیست. البته که. خب با شما تشکر زیاد. زندانی است ولی شهروند تاجیکستان است. او هم حقوق دارد، حق دارد. هرچند حق محدود است حق دارد و حق انسانی هم دارد و حق انسانی او را هیچ کس حق ندارد سلب کند. تشکر به شما خواهر عزیز. زنده و سلامت باشید. الها در آزادی با استاد گرامی رحمت الله رجب هم نشین باشیم. حالا دیگر دوستان را پیوست میکنیم.
اینجا در مهمانی من شما استاد شاهنعیمی کریم حضور داشتند. اگر همینجا باشند میخواستم صحبت های ایشان را گوش کنیم. بفرمایید. میکروفونتون را اول فعال کنید. صدای من هست؟ هست، صدایتون هست، بفرمایید. خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت بینندگان و برادر شوکت، خیلی تشکر که ما رو بر برنامه‌تون دعوت کردید. انشاءالله که ما در خدمت شماییم. حاضر من گوش کردم که شما درباره برادر عزیزمون، همصف و هم قدمون رحمت الله رجب با فرزندشون خواهر گرامیمون نیلوفر صحبت داشتید. راستش درباره رحمت الله من بسیار خاطره های زیاد دارم و از فعالیت سیاسی اون کس با خبرم هستم. بله. برادر رحمت الله سالهای 90-92 به سازمان مردمی رستاخیز پیوسته بود و فعالیت سیاسی اون کس از همون دور زمان شروع شده بود و در استقلالیت کشور برادر رحمت الله خیلی سهم کلان دارند، چون که همون وقت در روزنامه رستاخیز هم کار میکرد و مقاله مینویست. این کس هم سواد دینی داشتند هم سواد دنیوی. یعنی فعالیت روزنامه‌نگاری می‌بردند و معلوماتشان اقتصاددان است. بله بله. بعد این کس سال وقتی که بعد مکتب میانه سال 75 وقتی که مکتب میانه رو تمام میکنه، این کس به دانشگاهی آموزگاری ترس گریگوری شنکو داخل میشود. بعد ختمش میکنه، بعد وی یعنی به صف ارتش شورا میروه. یعنی این کس چندین دانشگاه را ختم کردگی. من برای میگم که این برای این حکومت امروزه این چون انسان های وارسته و دانشمند لازم نیست. میفهمید؟ ببینید این چه خصلت ها داشت. رحمت الله رجب وقتی که به حزب آمد سالهای 2006 بود یادم هست، این کس در شعبه کادر آموزش سیاسی فعالیت شروع کردند و بعد در شعبه انتخابات گذاشتند و سال 2007 رئیس شعبه انتخابات شدن این کس. و از بس که انسانی بسیار چهره خندان، خاکسار و خوش طبیعت بود. عموما همین برادر رحمت الله رجب یک انسان ریالی و واقعی بود. این کس از قولگرا دیده عملگرا تر بود، بیشتر عملگرا بودند و بسیار مسئولیت مثال سری وقت انجام میدادند. همه بود که هر دور زمان به یک وظیفه های مثال این کسا مثلا چخل بگم اکن وظیفه هایی که میدادند همه را با یعنی که مسئولیت تام انجام میداد. برای من بکنید از 2006 سال کرده در حزب بازی من میگم. حالا گذشته اگر یگان چیز باشه صحبت میکنیم. 2007 وقتی که رئیس شعبه انتخاباتی شد، سال 2010 ما خیلی موفقیت کلان به دست آوردیم. یادتون باشد که همین ناظران بین المللی بها داده بودن که همون رئیس در یعنی رئیس حزب نهضت اسلامی ترکستان استاد کبیری در یک پرس کانفرانسش با اون کس گفتن که شما بیش از 60-70 فایز آرای مردم رو گرفتید. بله
ولی رئیس گفتم که نه، من همچون رئیس حزب میتونم که شاید بگم تو که یک 30%، یعنی این کسا خاکساری کردن. ولی در همون وقت بگم رئیس همین شعبه انتخابات برادر رحمت الله بودن. وقتی که همین مسئولیتشون خوب انجام میدادن مسئولیتشون، بعد سال 2010 این کسا به عضویت ریاست عالی حزب نهضت اسلامی ترکستان شامل کردن، انتخابش کردن. 2010 در اداره مرکزی کار میکردن اما عضوی ریاست عالی نبودن. بله نه عضوی ریاست عالی نبودن. سال 2010 عضوی ریاست عالی حزب نهضت اسلامی ترکستان بعد موفقیت در کارشون شدن. بله. خب وقتی که مثلا با یک سال 2013 بود که رئیس نواحی توبه جمهور انتخابش کردن. تا سال 2015 تا وقت زندان شدنش در همین نواحی توبه جمهور یعنی که ایفای وظیفه میکردن. خب برادر رحمت الله ببینید چقدر مثال در کدام زینه‌هایی که در دوران شوروی هم کار میکرد. یک همسایه من در 84 روم کرایان شهر دوشنبه زندگی میکردم. یک همسایه‌مون همین یک جا راستی همین سحریا میدویدیم کم اون 103 بود، من 184 یک مرد کلانسو. بعد در کدام مجله صورت دیده است که ما قطعی امروی رحمت الله در همون رسم فرامدگی هستیم. اون کس گفت که این را اگه جا میشناسی؟ من گفتم که این امروی ما کار میکرد. بعد گفت که مگرم اینم او در حزب اسلامی را چی میگه؟ اینم ملا است. من گفتم که نه ملا نیست. نه گفت که این از خود میباشد، ما بعضی ملاها را میشناسم ولی که این از ملاها در ملاتر است. گفتم چه خیلی؟ گفت همین انسان من 3 سال در یک کارخانه چی بود حساب براری کار میکرد. ما یک جا همجا گوسکونستات میگفتن شد کمیته دولتی استاتیستیک جمهوری ترکستان. میگه من همه 3 سال قدمی آدم کار کردم، یگان وقت از زبانش گپی بد نشیدم و دروغ گفتن شد راست بگم. همین ما شوخی میکردیم. این آدم شوخ بود ولی دروغ گفتن از این انسان من مشاهده نکردم. واقعا این انسان من برای من گفتی ما میدویدیم سریا. بعد گفتی برای من گفتم که این از ملاها در ملاتر است. بعد گفته شوخی کرده، یعنی معنیش که آدم دیندار باید دروغ نگه. ولی اون شاید در نمیکرد که این کس یعنی که هم سواد دینی داشتن و هم سواد دنیوی و حلقه های درسی هم در همون کشور داشتن که مثال با همین یعنی که آموزه های دینی سر کار داشتن. دیگه ما راستیگه باید در برای جوانمردیش میگم از من شموده و در برای رفاقتیش. اصلا این آدم بر وقت برآمده میتونست. یکی با امروی برادر محمد علی حیاتی رفیق دوست بودن، از دوران همون سازمان مردمی رستاخیز دوست که بودن. از همون دوران یک جایه آمدند و بعد اول اکای محمد علی آمد به صف حزب پیوست و میگم که بعدتر این کسم نه که همین دوستی اینها همیشه پادر بودن بگم اکا و دادر بودند. ما هم راستیگه زیاد وقت یک جا بودیم و امروز میدونید برای چی زندانشون کردند. همین گروهی که هستند، همین بچه‌هایی که هستند، همین برادرای ما، همین عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی ترکستان، اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی ترکستان، برای که اینها یگان این بود که اینها اعضای حزب سیاسی و حزب استقلال خواه یک کشوری مثال خش بودند و همین حکومت دارای همین روز همین سپکتاکل خودمون تشکیل کرد. منظورم یعنی حادثه جنرال حاجی حلیم رو، اما تبادلات دولتی رو، و مقصودشون چی بود؟ اینها میدونستن که اگر انتخابات امیخ رفتن بگیرد اینها پشتیبانی مردمی را دارند
و این سیاست اونها از بین میرود و اینو صاحبی به سوال همون بله حالا درباره امروزه که دارن آنها و میخوام از شما بپرسم یک کمی خودتون کنده کنده آمد شده صدای خودتون هم کنده کنده آمده ایستاده است. نمیدونم چرا چنین باشد. من میخواستم از شما درباره چی پرسم. نفرانی که ما را تماشا کرده ایستادید لطفا به ما بگویید که آواز من هم کنده کنده شده آمده ایستاده است. از شما دانستن میخواهم. تماشاگران عزیز خواهش میکنم به ما نویسید. اینجا استاد من از شما این را دانستن میخواهم که همین شب روز شما که معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستید برای نجات زندانیان سیاسی چی اقدام های شده ایستاده است و دیروز روز یک شنبه بود در برنامه ما در برنامه فردای تاجیکستان معاون پیمان ملی تاجیکستان گفتند که سالیان دراز در اروپا ماندنی نیستند. ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این باره چی اندیشه دارد؟ سالیان دراز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که یک قنات اساسی پیمان ملی تاجیکستان است در اروپا ماندنی نیست. این امید رو میبریم و برای در اروپا نماندن با سر بلند به تاجیکستان برگشتن چی اقدام های شده ایستاده است؟ حالا واقعا ما امید بریم که حتما به تاجیکستان هر چیز زودتر برمیگردیم. البته که ما راستیش در اینجا برای همراه ما هم که بعض مصاحبه ها شد و گذشت ما گفتیم که روزها میگن که گسته از خرشو دوما ایشو لوچی. البته که تصمیم داریم که وطن برگردیم و فعالیت خدمت ادامه داده ایستیم به خاطر برگشتن به وطن. اگر شما حاضر گفته که در ابتدا با فکرم گفته که چی مقصد دارید برای نجات ها، شما میدونید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی تاجیکستان برای آزاد کردن اینها و بیگناهی اینها مراجعت کردن به نهادهای بلندی سازمان های بین المللی و کمیته حقوق بشر سازمان ملل و این گناه ندارند، این باید آزاد کرده شوند و یعنی که پاریدن که کشیده بودن یعنی که چی مشکلاتی که کشیدن باید که برگردانده شود. ولی این حکومتی ما را میدونه شما بسیار حکومتی خودخواه خودکامه است و تا حتی امروز هم قرار سازمان ملل گرفتند و شما میدونید که امروز چه مشکلات در تاجیکستان، یعنی اقتصاد تاجیکستان فلج شده ایستاده است و روز می شود که یعنی که اونها باید که همین برادرای ما و شما را امضا یعنی که آزاد بکنند. بله تشکر زیاد. حالا میخوام اینجا صحبت دیگران رو هم گوش کنیم و دیگران رو هم بشنویم. استاد برادر روزنامه‌نگار مشهور تاجیک امرالله نظام وارد شده بودند، چه مشکلی پیش آمد که برآمدند؟ برادر امرالله نظام اگر ما رو شنیده ایستاده خواهش میکنم به برنامه وارد شوید. حتما پیش از این که وارد شدید گفتنی دارید، ما حتما گفتنی شما را شنیدنی هستیم، میخواهیم بشنویم. حتما وارد شوید برادر عزیز، شرایط یافته. حالا استاد محمد سعید رضایی اینجا مهمان ما هستند. خوش آمدید به برنامه و بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدای من هست؟ هر صدایتان هست، بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. استعوذ بالله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. الآیه. حالا من از فرصت استفاده برده بینندگان محترم شما را، مهمانان عالی قدر را که در اینجا بودن، استادها و متخصصایی که در اینجا هستند، سلام و پیام خدمت میرسونم. خب من واقعا در رابطه با موضوع شما و اون اقدامی را که کمیته شهروندی و نجات گروگانان و زندانیان سیاسی بسیار با اون اقدام کردن در نسبت محبوسان سیاسی خیلی هم قدردانی میکنم، خیلی هم اقدام خوبی هست. از اونها هم تشکر میکنم. واقعا از هر کسی که در نسبت زندانی ها سعی تلاش دارند تا اینکه زندانی های مظلوم، کسانی که از راه ظلم به حبس گرفته شدن و در این جده سعی میکنند، دعا میکنند، دیگر همکاری میکنند، از خانواده های اونها دیدن میکنند. تشکر زیاد میکنیم. خداوند اجرش رو بدهد. خیلی هم اقدام خوبی است. با شما هم که حالا این برنامه را الان دارید پخش میکنید، تشکر زیاد میگم. موفق باشید. خب من در ابتدا سخن استادا و دوستها را در اینجا شنیدیم. از خواهر را هم که خواهر دختر نیلوفر رحمت الله را، برادرمونه، خیلی همچنین از مادر را شنیدیم. خب که خیلی هم جانگداز است، قلب انسان را میسوزاند. اگر اون قلب اگر سنگ خارا هم باشد آب می شود. اما وقتی که میبینیم که مقامات تاجیکستان و کسانی که به این کاری ننگاور دست زدن، چی از رئیس جمهور یا اینکه رئیس کمیته امنیت، خب دادستانی ها، خب مفتشان، شاهدها، کسانی که این جرم ها را خب به این بیگناه ها گذاشتند و این حالتی سختی را به سر این مادرها، خواهرها، فرزندها آوردن، واقعا هم دل اونها سنگ خارن. ممکن یگان چیزی بدتر است که اونها اینا را نمیبینن، یا کور هستن یا اینکه قلبهاشون بسیار سختی است که دیگر آب نمیشن. خب حالا من در همچون یک روحانی، همچون یک شخصی دیندار از معلومات اسلامی میخوام که به قضیه نظر بکنم. البته بخشش میخوام از برادرهایی که در نوبت هستند، چون موضوع خیلی مهم است و میخواهم که در همین موضوع از دید اسلام و آن چیزی که واقعا هم جای رد ندارد، خطاب به علمایی که دعوای منبر پیغمبر یا اینکه وارثی پیغمبر میکنن، با اونها هم یک مرور بکنم. بنابر همین از برادرها کمی معذرت میخواهم و وقت میخواهم تا اینکه بتوانیم این را به یک دیگر خب این مسئولیت مون ادا بکنیم. درست استاد. اگر طول چند دقیقه میخواید در این باره صحبت کنید؟ خب حالا چند کشید شما بعد آگاه بکنید برای ما. نه طولانی نیست، برای اینکه اگر اشتراک کنید من شما را در آینه نیلگون دیده ایستادم، خب کوتاه میکنم. حالا بریم سری مسئله. از اینکه ما حالا وقت جدا بکنیم بذاریم سری مسئله که من در نسبت خب این برادرهایی که حالا محبوس شدن در نسبت شخصیت همه اینها، حالا ذکر کردن استاد داملاز زبیدالله رازق، خب رحمت الله رجب، استاد سید عمر، استاد محمد علی حیید، استاد محمد علی فیض محمد
برادرمون حقوق شناس خب بزرگ مهر نور حاجی نوردین و ده های دیگری که اونها به حبس گرفته شدن، واقعا هم از لحاظ جایگاه و مقام من همه اینها را باید بگم که اینها یک قهرمان ها و یک شخصیت هایی هستند که خب این راه اختیار کرده اونها است. اگرچند که ما در این راه را اختیار کردن هیچگاه آرزوی حبس شدن یا اینکه به قتل رسیدن یا اینکه ظلم قرار گرفتن را نداشتیم، اما طبیعت این راه هست و اونها در این از اون چه که ما از قرآن و از سنت میبینیم این یک مکتبی است که اونها بعدی اون پخته رسیده بیرون میآیند و این چیز واضح و روشن است در داستان حضرت یوسف که قرآن کریم اون را بیان میکند. پیغمبر خدا داخل حبس شدن، زندان شدن با اتهام و یک مدت ایستادن، 3 سال بود 1 سال بود. بعد از آن وقتی که آماده نبودن که اون مسئولیت را اون گونه‌ای که هست باید برسونن، باز خداوند چند سال دیگه هم علاوه شو کرد. یعنی مدتی طولانی در حبس ایستاد تا اینکه بعد از اون که از زندان بیرون شد توانست که اون مسئولیت رسالت را برسوند. همین کفایه هست که این شخصیت ها کی هستند و چی هستند و چرا اونها به حبس گرفته شدند. واقعا هم این یک چیز آشکار است که اونها با اتهام گرفته شدند و این مسئله دیگر است، اما در شخصیت اونها همین هایی هستند که ما ان شاء الله یک قهرمان هایی را در آینده انتظار هستیم که اونها میبرایند و مسئولیت خودشون را بهتر و خوبتر انجام میدهند. اما در رابطه با دادگاه ها یک چیزی را بگویم. البته از اون چیزی که ما میدونیم دادگاه ها یک دادگاه های کفر است که هیچ به اسلام و عقیده و ایمان ارتباط ندارد و در سیرت پیغمبر هم ما این چیزها را میبینیم، دیدگی هستیم که خب چنین حالت ها به صحابه های پیغمبر اومد. حالا ما ببینیم اگر در رابطه با حضرت حبیب ابن عدی و این چنین زید ابن دحنه بود که از طرف مشرکا گرفتار شدن و اونها حکم اعدامشون دادن و بدون اینکه محکمه شود شاهد شود اونها را به دار آوردن. حضرت جبرائیل هم برای پیامبر صلی الله علیه و سلم این خبر را آورد و سلام رسوند، گفت که اونها همین خیل شدن و علاوه کرد حضرت جبرائیل که کسانی که به این کار دست زدن بازگشت اونها جهنم است. یعنی دادگاه کفری که بدون سند، بدون حجت، بدون شاهد، بدون یگان خب سندی که برای یک انسان از حکم میکند، اون دادگاه اون کسانی که به این کار وابسته شدن مسیرشون جهنم است. و یکی دادگاه اسلامی است. اگر ما در قرآن نظر بکنیم، در سنت پیغمبر نگاه بکنیم، هر چیزی که در دادگاه اسلامی آمده است به عدل، به قسط، به راستی، به درستی امر شده است. ان الله یحب المقسطین. خداوند کسانی که اونها راست حکم میکنن، اونهایی که عدالت میکنن، برای اونها را دوست می‌دارد و برای اونها اجر و پاداش است. اما کسانی که ظلم میکنن با قول زور، با حکم زور، با خب دسیسه، با دروغ، با تهمت، اونها هم مسیرشو از همون مسیری دادگاه ها یا که خب دادستان هایی که از کفار هستن از اون کم نیست. مسیر اینها هم بازگشت اینها هم همون دوزخ است، همون جهنم است، همون سختی است. پس حالا ما میبینیم که یعنی دو نمود دادگاه را ما در اینجا گفتیم. حالا این برادرهای قهرمان هایی که ما منتظرشو هستیم، اینا بر اساس چی اینها حبس شدند؟ کسانی که اونها از دادستانی شروع کرده، از وکیلایی که بودن، از خب مفتشایی که در اونجا بودن، شاهدهایی هستند و اون بنده های جنایتی که برای اونها کردن، همین ها را ببینیم. من از اینجا همچون یک روحانی، همچون یک دیندار، همچون مسئولی شورای علمای اسلامی در خارج، رئیس شورای علمای اسلامی در خارج، برای اونها میگویم که اونها بر کدام اساس این بیگناهان را، این انسان‌هایی که هیچ گناه ندارند، بالای اونها این حکم را کردند. خب اگر بر اساس دادگاه کفر کرده باشند، پس مسیرشون معلوم است که چی است. اگر خود را مسلمان میگیرن، اگر خود را اونها مسلمان میگن، حداقل
اونها ادعا دارن که ما فرزند مسلمان هستیم، پس باید بدونن که این حکمی که برای اینها کردن. ببینید من آیه اولی رو که تلاوت کردم، خب میگوید و قال رجل من آل فرعون و قال رجل مؤمن. آیت قرآن داستان را از قوم فرعون میکند برای ما، میگوید که یک مرد مؤمن از قوم فرعون که ایمان خود را پنهان کرده بود، وقتی که برای مسلمان ها اصحاب اخدود و دیگرها ظلم را، قتل را، در آتش سوختن را روا دید فرعون، برای اونها گفت که اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. آیا شما یک مردی را که تنها میگوید که پروردگار من خدای یگانه است، شما اون را میکشید؟ من برای چی این آیت را آوردم؟ و اینجا دو چیز است. یکی اینکه ما الان همین کسایی که باقی ماندند پناه آوردن به کشورهای اروپایی است یا اینکه غربی هست، در کشورهای غیر مسلمانی هستند. وقتی که ما اومدیم به اینجا با نام نهضت اسلامی تاجیکستان آمدیم، ما نگفتیم که ما از نهضت اسلامی نیستیم. ما یک حزبی سازنده و یک اسلامی که یک حزبی که خاراکتر دینی دارد فعالیت داشتیم، در پارلمان بودیم، همین خیلی بهبودی ها داشتیم، یک طرف اساسی صلح بودیم. برای ما ظلم کرد، ما آمدیم یگان اسناد خود را جعلی ساخته نکردیم، همین خیلی گذاشتیم، اونها ما را قبول کردن. و برای این شهادت میدهد آن دعواهایی که کمیته حقوق بشر در نسبت همین محبوسینی که هست حالا ما داریم، در نسبت همین ها بیگناهی اونها را از طرف سازمان ملل اعلان کرد و از حکومت تاجیکستان خواست که اونها آزاد کرده شوند و حتی که برای اونها غرامت پولی سپرده شود. یعنی ببینید یک مرد که او مؤمن است، یعنی مسلمان نیست، در دین ما مذهب ما نیست، اما برای این که ما بر اون چیزی که دعوا داریم اون گفته ایستاد است که آیا شما اینها را میکشید؟ یعنی این حبس طولانی که امروز هست، زیاده ای 20 سال، 28 سال، 23 سال عمر برباد دادن، این در واقع کشتن یک انسان است. مخصوصا کسی که سن او از 60 تا 70 بالا هست، او را برای او 28 سال 23 سال حکم دادن، این قتل از حکم اعدام است. اون چی گفته است؟ علاوه بر این که او میگوید که من مسلمان هستم، این اندیشه آزاد دارد، آزادی میخواهد، برای کشورش بهبودی میخواهد. آیا شما اون را همین گونه حکم میکنید؟ این یک قتل آشکارا هست. پس ببینید، یعنی این سود کردن یا اینکه حکم کردن، آیا کسانی که تو دادستان کل هستی، آیا تو وکیل هستی، آیا تو خب مفتش هستی یا شاهد هستی که به اینها شاهدی داده ای، آیا تو به همین چیزی که به همین حکمی که برآورده ای به همین باور داری که واقعا همینها مستحق بودن، همینها جنایتکار هستن، همین کارها را کردن؟ در حالی که یک نفری که غیر مسلمان از شهادتی میدهد که اینها هیچ ظلمی، هیچ گناهی ندارند، باید اینها آزاد کرده شود. پس تو وجدان داشته باشی، پس تو خود فرزند مسلمان میگیری، یک بار فکر کن به اینکه تو چی حکم کرده ای، کی را حکم کرده ای. تو بدون که جزای تو همون جزایی هست که حالا ما قیامت چه میگم، همون جزایی هست که برای کفار در حق یک مسلمان میکند، همون است. مسیری تو جهنم است. حالا ما دنیاییش بگیم، در عرفیت میگویند که اگر تو کسی که موش را در انبار یک انسان میگذارد، در آرد و در گندم، در اون موش، اون زهری اون موش در خاندانش، در فرزندش، در نویرش تأثیر میکند. حالا تو دعوا داری، از این کار سربلند هستی، اما بدون که امروز هم به سزای اعمال از طرف خداوند میرسی، در همین دنیا پشیمان میشه. اگر برای تو نرسد، برای فرزندت میرسد. اونها بیگناه هستند، هیچ وقت ما دعا نمیکنیم که اونها گرفتار شوند، اما سنت الهی از تغییر نمییابیم. خب این برای فرزندت میرسد، زیان این برای نویرت میرسد، برای زنت میرسد، برای خویش تبارت میرسد. در حالی که تو یک مؤمن باشی، تو یک مسلمان باشی و میدونی که ظلمن شهادت دادی، تو قول زور، حکم دروغ برآوردی با اتهام،
مطمئن باش که در این دنیا هم میبینی و فردای قیامت هم جزای تو همین است. پس من خطاب میکنم برای هر یک وکیل، برای هر یک دادستان، برای هر یک کسی که این پرونده ها را گرفته است و این قدر یعنی حکم قتل داده است برای موسفید، برای موسفید حالا ما دیدیم، محمد علی فیض محمد را دیدیم، قبل از اینها بود داملا دانا که الحمدلله بیرون برآمد 80 ساله را. وجدانی تو ایمانی تو اگر تو مسلمان باشی تو باور داری که او به همون جزا مستحق است و باید که به همون حکم داده شود، مطمئن باش که در همین دنیا هم جزاش میبینی و هم در آخرت هم میبینی. هیچ محل 10 زن را بیوه کردگی، 100 طفل یتیم شدن از نبیره ها و از فرزنده و از اینها، در امیدی هستن که فرزنداشو پدراشو از خانهشو بدرویند. 100 و هزارها نفر از متخصصین دیگرها را با اتهام و همین چیزهایی که بالای اونها هست از کشور بیرون کرده. این در عمر جون شما، در عمر جون فرزندات و در عمر جون نبیرات میرسد. این را مطمئن باشید. من همچون یک شخص دیندار با ایمان کامل این را میگم. من بعد اگر حکم میکنید فکرتون بگیرید، اگر حکم میکنید در این فکر باشید یا خود را بالکل از اسلام برارید همچون کفار حکم کنید، اگر مؤمن و فرزند مسلمان هستید این طرف قضیه را نگه بکنید. من برای شما این را گفتنی هستم. این است از طرف اسلام. حالا من به علمای اسلام میگویم و به کسانی که اونها هم مسلکی من هستند، من هم مسلکی اونها هستم. ما وارثای پیغمبر هستیم. پس سکوت کردن در برابر ظالم این در واقع کمک کردن به ظلم است. و این نماز و روزه در منبر پیغمبر برآمدن اینها برای من خود یک داملا دیگر وسیله رهایی از غضب خداوند نیستند. اینها یک وظیفه هستند که ما در برابر بندگی به خدا میکنیمش. برای ما انصاف در کار است، عدل در کار است، قسط در کار است، خواب راست گفتن در کار است، دوری از ظلم و از جبر و از اینها است. ما ببینیم که یک انسان در ظلم است، اون را دستش گرفتن، اینها هستن اون چیزی که ما و شما را از غضب خداوند، از قهر خداوند، از آتش دوزخ رهایی میبخشند. پس چرا سکوت میکنه در این باره؟ ما چند خانه دیگر رهایی حال سکوت با سکوتتون ویران کردنی هستید. چندین فرزندهای دیگر را به پدر کردنی هستید با این حکم‌های طولانی که یک طاغوت یا یک فرعون یا یک رژیم این را میبرد. تا که این را سکوت میکنید این خانه ویرانی ها را به سر مسلمان ها و سر خانواده های مسلمان میاره. چندین نبیره ها را یتیم کردنید، چندین فرزند ها را یتیم کردنید با این سکوتتان. ما نمیگویم که شما در برابر اونها دیگر کار کمان گرفته بیستید، نه، قول حق را رسوندن در کار است، گفتن در کار است. حالا قبل از این داملا زبیدالله خداوند رهاییش بخشد استاد گفت که بستن حزب نهضت اسلامی در واقع بستن مسجد است. این رو شما خودتون مشاهده کردید تا این روزه. برای مسلمانی که نتواند بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بگوید، یگان حقوقی نداشته باشد که از خب پسر خودش سوره فاتحه نشان بدهد، آیا با همین آر، با همین ناموس زیستن آیا مسلمانی هست؟ ما هم یک شهروندی مسلمان هستیم. بیشتر از 90% مردم ما مسلمان هستند. همون چیزی که در قانون گفته شده است برای دینداری که حق هر یک شهروند است، همون را ما میخوایم. از این بیشتر دیگر زاید برای ما در کار نیست. یگان چیزی نماند که همون پایمال بشود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند که اکثریت اهل دوزخ علما هستند. مضمون حدیث همین گونه است، یعنی دانشمندان اسلامی هستند که اونها فردای قیامت لجام از آتش دوزخ در دهان اونها کرده می شود. از این غفلت دارید شما، از این خوف ندارید شما. خود را وارث پیغمبر میگیرید، در منبر میبروید، در معرکه‌های مردم میروید، از مادیات مردم، از
دارایی مردم استفاده میبرید، اما در برابری حقوق اونها که باید از اونها دفاع کنید سکوت میکنید. این بسیار وزمین است. این رو در یاد داشته باشید. این بود آن چیزی که من میخواستم. حالا یک نکته بگویم، اگر بسیار شده باشد بخشش میخوام و با بعضی چیزایی که شود انشاءالله که در همین جا هستیم انشاءالله در رفت برنامه حتما بله سلامت باشید. انشاءالله کوشش میکنیم که به قدر امکان بشنویم. ما تشنه چنین گفتنی ها هستیم. تشکر استاد. خواهش میکنم در استودیو بمانید. برادر امرالله نظام، روزنامه‌نگار تاجیک، به برنامه ما پیوستند. خوش آمدید به برنامه. سرمون به آسمان رسید. تشکر به شما که به ما پیوستید. حالا برادر عزیز، من بدون مقدمه فکر اندیشه شما را در همین باره موضوع امروزه ما شنیدم می‌خواستم. سلام و سلامت باشند و تمام بینندگان شما عزیزان هم در کمال عافیت به سر ببرند. تشکر. زنده باشید. من تقریبا از اول برنامه تا حال منتظر بودم که کی نوبت میرسد. به هر صورت خدا را شکر که لطف کردید و زنده باشید. دعوت ما را پذیرفتید. صحبتی اساسی که امروز باید ما اینجا انجام بدهیم، فکر میکنم که نه درباره گذشته و یا اینکه کسایی که الکی در زندان افتادند دربارهشون صحبت کردن خوب است، یعنی یاد زندانیان خوب است، اما مسئله اونها و یا اینکه مثال اونها مثال کسانی را میماند که در چاه افتاده اند و دستشان نمیرسد که به بیرون از چاه ببرایند و یا اینکه خارج شوند. به هر قیمتی که باشد اونها تلاش خودش را انجام میدهند. کسایی که در چاه و یا اینکه پشت زندان افتاده اند به مثل همین بزرگوارای ما که تعدادشان هم بیشتر از 100 نفر و یا اینکه به قول تایی 300 نفر زیادتر هستند. اما ما همچون فرزانگان و یا اینکه همچون آزادی خواهان و کسایی که دعوای آزادی خواهی میکنیم و در بیرون قرار داریم و یا اینکه در جاهای امن قرار داریم، وظیفه ما برای آزاد کردن و یا اینکه یک ریسمانی را به دست آنها دادن است که آنها راه رهاییشان بیابند و یا اینکه تا حداقل توسط همان ریسمان خارج شوند. ما از سابقه تقریبا 30 ساله امام علی رحمان میدونیم که هیچگاه به هیچ رقیب، به هیچ حریف و به هیچ کسی که بجز از اعضای خانواده اش و یا اینکه پیوندان نزدیک به خانواده اش دعوای سیاست های کلان کرده باشند رحم نکرده است. در گذشته کسانی که سر قدرت همین امام علی رحمان را آوردند، نخست برکنار کردن و یا اینکه حذف های فیزیکی را نخست از آنها شروع کرد. اینکه در این تقریبا 15 سال اخیر خیلی از عزیزان ما را با حیله ها و نیرنگ های مختلف و تهمت های گوناگون پشت میله های زندان برد، این حرفش علاهیده است و یا اینکه بحث این علاهیده است. ما باید فکر میکنیم که در این روز و در این برنامه بیشتر روی این موضوع صحبت کنیم. دوستان هم که طور در خواهرمان نیلوفر صحبت کردن، اون از همچون یک بانو و همچون یک مادر و همچون یک اذیت دیده از قضیه خودشان و از قضیه تقریبا از نگاهی شخصی که درباره خانواده اش صحبت میکند صحبت با او انجام شد. این خوب است، اما من فکر میکنم و یا اینکه پیشنهاد دارم که اگر دوستان هم در این برنامه از بعد از ما نوبت بگیرن و یا اینکه نوبت اونا برسن، باید درباره چگونگی رهایی این زندانیان بیشتر صحبت کنیم. یعنی موضوع این باشد که ما با کدام راه این عزیزان را میتوانیم هرچه تیزتر از چنگال دشمن و یا اینکه از چنگال یک خانواده و یا اینکه یک مافیای خونخوار اینها را نجات دهیم. این مافیا و یا اینکه این خانواده حکمرانی که در سر قدرت هست تقریبا طول 30 سال می شود، اینها بجز زور و خطرهایی که و یا اینکه تهدیدهایی که امنیت مالی و اقتصادی و در مرحله سوم جانی آنها را تهدید میکند، بجز این سه
دیگر به چیز دیگر تن نمیدهند، نه گپی سازمان های خودی را گوش میکنند و نه سازمان های برون مرزی و یا اینکه منطقوی و بین المللی را. اینها تا وقتی که منفعتشان تقاضا کند، گپی همه سازمان ها و همه کسانی که اینها را چی با خون دل آوردن و یا اینکه با خون عزیزانشان روی قدرت و سر قدرت آوردن، اینا به گپی اونها گوش نخواهند کرد. گپ های ما هم در این رابطه اگر هم در وصف زندانیان شاید که صدها کتاب بنویسیم و یا اینکه صدها فیلم و یا اینکه صدها چنین برنامه کنیم که برنامه این عزیزای ما همش قهرمانند و همش بزرگوارند، همش فلانند و همش فلان و همش قابل احترام، این گپ ها همش جای خودش. این گپ ها زمان تحقق پیدا میکند و یا اینکه زمان جایگاه خودشان را در زبان ما باید پیدا کند که ما برای رسیدن به آزادی اونها حدی اکثر تلاشمان را کنیم و اون عزیزانمان را هرچی تیزتر از این چنگال آزاد کنیم. پس چی باید کرد؟ من برای مثال 3 مثال میارم برای نمونه. امام علی رحمان یک قسمت تجارتش با افغانستان توسط همین نیروهایی که حال سر قدرت هستند، نیروهای طالبان، تأمین می شود. یعنی خرید و فروش مواد مخدر و یا اینکه هرچی ما گروئین میگیم، تریاک میگیم، دیگر میگیم و اینها یکی از تأمین کننده های اساسی اقتصاد و یا اینکه جیب اینها همین فروش و یا اینکه تجارت مواد مخدر است که با فضل طالبان و یا اینکه با کمک طالبان این تأمین می شود. ما در گذشته هم نوارهای را داشتیم که سابق سخنگوی طالبان جناب نیازی در یک نوار کوتاه و یا اینکه یک نوار کوتاهی که در رسانه ها بیشتر نشر شد، اقتباس از اون میارم، اون با صراحت میگه که ما در یعنی تقریبا 2 سال پیش و یا اینکه 3 سال پیش طالبان دفترشون را در دوشنبه به قول اون باز کردند. وقتی که دفتر باز می شود تمام منفعت ها و یا اینکه منافع مالی اونها تا تأمین نشود، اینها دفتر باز نمیکنند. شما اگر یاد داشته باشید و یا اینکه به خاطر داشته باشید، همین چند سال پیش وقتی که جناب سیمومین یتیموف و یا اینکه خانواده یتیموف ها از قاچاقبران مواد مخدر پول میگیرند و پول اونها را بر نمیگردند، در نتیجه آمده اونها گاو و اسب و نمیدونم گله اسب و گله گاو و گله گوسفند اونها را از نزد سرحد میبرند و این طرف هم همون روز به خاطری چون منفعتشون زیر خطر رفت صدا بلند کرد، همون روز اعلام خطر کرد. بله. اون زمان هم همین مناطق نزد سرحدی زیر کنترل طالبان بودند. یعنی این مناطق نزد سرحدی و یا اینکه اون طرف مرزی تاجیکستان تقریبا تا 5 سال اخیر زیر کنترل طالبان قرار دارند. حتی 7 سال اخیر از سال 2013 به این طرف این مناطق در بدخشان بخصوص رد و بدل میشد. همیشه بخصوص ولسوالی های ولایت بدخشان و بعضی ولسوالی های هم مرز با تاجیکستان در ولایت تخار و در ولایت کندوز، در این 3 ولایت هم مرز همیشه رد و بدل میشد. ما یاد داریم که چند سال مقدم هم همین گروه طالبان و یا اینکه نماینده های قاچاقبر چند سرباز ما را از منطقه 5 پایان بردگی بودن. این خبرها هم نشر شد. یعنی اونها در نتیجه چی بردن این مرزبانای ما را؟ مرزبانای ما و یا اینکه سلطه بچه های ما وقتی که کماندیراشون مواد میگیرن پولی اونها را نمیدن، اینا اونها را میبرن به گرو. و قطر هم بعدتر اعلان کرد که ما با میانه روی نماینده های ما توانستیم که سربازان تاجیک را از دست طالبان و یا اینکه انیقترش از دست قاچاقبران رها کنیم. یعنی در اون مساحت هم پول داده شد، بر عوض پول اون سربازان ما آزاد شدن، نه اینکه همینطور سربازای ما را آزاد کرده باشند. یعنی هر وقتی که منافع اقتصادیشان زیر خطر قرار گرفت، اینها در استوب گرفتند. ما در به همین مانند مرزمان را یا اینکه وضعیت اسفره، وضعیت مناطق مرزی امان با قرقیزستان را در نظر داریم. این جنابان
وقتی که مواد را از اون طرف می آوردن و قاچاق مواد به بیرون از تاجیکستان هم قسما توسط همین مسیر و یا اینکه مسیر قرقیزستان انجام می شد. ما دیدیم که در همین قدر حمله ها و در همین قدر وحشیگری ها و یا اینکه همین قدر بی ترتیبی هایی که طرف قرقیزستان تا حال انجام می دهد، تا حال بجز یک دفعه که اون هم سربازان ما خدا خیرشان دهد و در عموم مقامات حفظ حقوقمان توانستند که چند قدم پیشتر روند و بعضی قشلاق ها و یا اینکه منطقه ها را بازپس بگیرند. اما دوباره امام علی رحمان و یا اینکه با فرمان امام علی رحمان این مناطقی که بازپس گرفته شده بود دوباره به طرف همسایه و یا اینکه به قرقیزستان داد. یعنی این هم به خاطر که همون مسیر انتقال قاچاق، چه قاچاق مواد نفتی از اون طرف باشد و یا اینکه چه قاچاق مواد مخدر از این طرف، همون مسیر بسته نشود. تا حالا هم هرچی رسانه های قرقیزستان انجام میدهند و یا اینکه میگویند چی تحقیر و یا اینکه تحقیرهای عمومی و اتهامات خیلی هم به پایانه که در رسانه ها از زبان جانب قرقیزستان میخوانیم و میشنویم، این طرف ما چون متهم است پاسخ دقیق و روشن نه به مردم داده است و نه به اون طرف قرقیزستان و یا اینکه طریق رسانه ها داده است. شاید از طریق کانال های خصوصی خودشون چی رد و بدل ها و یا اینکه چه معاملات انجام شده باشد که حاضر مواد مخدر، قاچاق نفت با طالبان، با قرقیز ها، چی سبب فشار به مقامات تاجیکستان شده میتواند؟ و گفتید که وقتی که اونها ضرر را احساس کردن و استوپکه رفتند، ما چیکار کرده میتوانیم با اونها؟ من بخشی مثال سیم هم را هم بزنم، بعد میگویم که ما چیکار کرده میتونیم. بفرمایید. اگر فرصت اگر اجازت باشد. بفرمایید. ما تقریبا سالهای 2010 2012 بود و یا اینکه به همین مانند، یعنی تقریبا 10 سال پیش هم یک بحث داشتیم، بحث تلکا با وای بود با یک شرکت، یک شرکت خارجی که مسئولان سردفترانش و یا اینکه مسئولانش سابق تاجیکستانی ها بودن که از توسط همسایه کشورمون ازبکستان پشتیبانی میافتن. ولی نام شرکت دقیق یادم نیست. وقتی که اینها فکر میکنم انصال بود و یا اینکه انصار بود نام شرکت، اینها وقتی که قضیه رو تا دادگاه در بریتانیا میبرن، وقتی که میفهمن قضیه به نفع تلکا انجام نمیشود، تقریبا حدود 200 میلیون دلار و یا اینکه بیشتر از بودجه دولت جدا میکنن، این قضیه رو میپوشونند و با نماینده های انصال و یا اینکه طرف مقابل در دوشنبه و تاشکند خودشون رفته سازش میکنند. یعنی اینجا وقتی که منفعتاشون زیر خطر قرار گرفت، رفتن خودشون خواهش کردن، خودشون میانه رو پیدا کردن، خودشون به زانو زدن و گفتن که ما قضیه را از این بیشتر رسانه‌ای و یا اینکه کشال نمیدهیم. و پول کلان هم حدود 200 میلیون و یا اینکه کمتر و زیادتر دلار هم اونها توانستن بیرونن. یعنی اون پول ملت بود. یعنی اینجا وقتی که منفعت های اقتصادی اون طرف و یا اینکه تجارت های خانوادگی اشون هر گاهی که زیر خطر قرار گرفت، اونها رفتن با استوب کرد. این یک بخشی مسئله. مسئله دومی که اینها دارن، اینها اکثر تجارت هایشون توسط ولی دامادهای خانواده هستن و یا اینکه اگر این خانم های و یا اینکه دختر خانم های جناب امام علی رحمان همچون وسیله قرار داشته باشند و یا اینکه همچون واسطه قرار گرفته باشند برای دامادها هستند که تمام تجارت ها و تمام ریچک های مالی کشور رو در دست دارند.
یعنی اینها هستند که خون مردم میمکن و این دامادها تقریبا در تاجیکستان تمام آنها صاحب بانک و در خارج تمام آنها صاحب شرکت های افشاری و پولی، تقریبا همه آنها در منطقه های افشاری محفوظ است، چه در شویتزاریا باشد، چه در بریتانیا و یا اینکه چه در جایهای دیگر. این یک پهلوی مسئله. ما در همین مسئله متاسفانه در مدت 6 ساله که در هجرت قرار داریم و یا اینکه در بیرون از کشور قرار داریم، تا حال حداقل یک مطلب تحقیقاتی که هم واکنش جامعه تاجیکستان را به بار بیارده و هم برای چند رسانه جهانی سرچشمه باشد، ما تحقیق نگفتیم که مثلا دارایی شوهر خانم آزاده رحمان جناب نورالیوف در خارج از کشور چقدر است، چون که روزانه به حساب میانه تقریبا این سالهای حساب پیشتر از سال 2012-2013 به حساب میانه تقریبا سالانه درآمدش تنها از راه دوشنبه چناق 40 تا 60 میلیون دلار بود. ما 100 میلیون دلار حساب کرده بودیم. یعنی در این مدت، در مدتی که تقریبا 12 سال، چون از سال 2008 اخیرش به این طرف اون پولکی شد، در مدت این 12 سال هیچ درآمد نگرفته باشد از حساب این راه تقریبا 1 میلیارد دلار درآمد گرفته است فقط از حساب راه. شمس الله صاحبوف هم از حساب فروشی نفت، قاچاق نفت، اون از این طرف از قرقیزستان قاچاق وارد میکند نفت را، اون طرف به افغانستان قاچاقی خارج میکند. این قاچاقیش هم شما اگر در نظر داشته باشید سالهای 2006-2007 ما در رسانه ها میشنیدیم که در قمسنگین یا اینکه در ناحیه جیحون حاضره زمین لرزه میشود و یا اینکه ساعت‌های علاهیده زمین لرزه میشود. این در اصل زمین لرزه نبود. در اصل اونجا زیر دریای آمو خط انتقال نفت از این طرف به اون طرف انجام میدادن. هر وقتی که توسط همون دستگاه های نقب کنشون زور زده زیر زمین را میکندن، یک تکان میخورد و در نتیجه اون تکان زمین منطقه، زمین بخصوص منطقه های زمین نو در نزد سرحدی، منطقه های نزد سرحدی و چند قشلاق دیگر، سیوم و چهارم و پنجم که در نامی سوخازشون و کلخازشون در خاطرم نیست دقیقا که شاید دیگر کرده باشم، اما اون قشلاق ها با نام یکم و دیوم و سیوم و بعد زمین نو به همین چیزا یاد میشدم اگر نکرده باشم. اینها در این مناطق زمین لرزه به وجود می آمد. خیلی از خانه ها هم در این منطقه های نزد سرحدی ولنگار شده بودند. ما بعدتر تقریبا سال 2009 هم یک تحقیقات داشتیم، تحقیقاتی که نفت تاجیکستان سال 2010 انقطاعش، نفتی که این صاحب‌ها از تاجیکستان به افغانستان انتقال میدادن، اینها نه به جانب تاجیکستان پول گمرکی میدادن، مالیات گمرکی، نه به جانب افغانستان. در اون زمان یکی از نماینده های دفتر مسئول روابط اقتصادی و یا اینکه بخش اقتصادی سفارت افغانستان به ما مراجعت کرده بود، گفته بودن که ما همین خیلی مشکل داریم، این طرف نه به ما پول میتید نه به اون طرف، یعنی اینها پول نفت کلان انتقال میدهند زیر همون خطی انتقالی که سال 2006 اینو کرده بودن توسط، از اگر شما همین پول 5 پایان دیده باشید که امریکایی‌ها ساختن، از همین تقریبا یک 500 یا 700 متر بالاتر طرف دستی راست اگر همین خیلی نگاه کنیم، اونجا زیر زمین همون خط و یا اینکه همون لوله انتقال نفت بود. اینا از همونجا نفت اون طرف افغانستان انتقال میدادن، نه به این طرف گمرک پولی میدادن نه به اون طرف. ما یک تحقیقاتی هم انجام داده بودیم، متاسفانه این تحقیقاتی ما نشد، اما این تحقیقات به جای لازمی فرستاده شده بود. یعنی اینها
نفت از قزاقستان و قرقیزستان، از قزاقستان توسط قرقیزستان خلاصه قاچاق می‌بردن اون طرف می‌فروختن با. و در این اواخر هم با طالبان ما هم چند روز پیش خبرش خواندیم که تقریبا حدود 500 تانکری اما نفت کش بعد طالبان داده بودن. این فقط در یک شب گذشته بود. یعنی این حکومت همیشه برای منفعت‌های خودش از همه وسایل استفاده میکند. اگر ما هم توانیم در خارج چند تحقیقات علیحده انجام بدهیم که منافع اقتصادی اونها را زیر خطر قرار دهد، اون طرف تا جای استوب کمی رود. اگر توانیم که فرض مثال در مرحله دوم، حالا همین حکومتدارانی که ما داریم اکثر خانواده هاشون و یا اینکه اکثر فرزندان و نبیرگاشون در کشورهای اروپایی خانه دارن و یا اینکه سرمایه دارن و یا اینکه فرزندانشون در اینجاها میخونن. ما اگر 10 تحقیقات درباره اینها انجام بدیم، بگیم که ما میدونیم که مثلا دختری فلانی در فلان جا زندگی میکند و ویلای فلانی و خرجش یا که ماهانه خرجی که اون دارد شاید 10,000 یا که 20,000 یا 100,000. اگر در مرحله سیوم یکی هم واکنش نشان دهد، فرض کردیم یکی از زندانی های ما را دلخواه زندانی ما را پدرشون در اونجا شکنجه کردن، اون پدر بچه زندانبان در اینجا بود. همین بچه زندانبانه که و یا اینکه یکی از پیوندان زندانیایی که در خارج قرار دارد و یا اینکه یک کسی که اون زندانی را میشناسد و به هر قیمت یا که به هر وسیله میشناسد رفته در پهلوی فرزند یکی از همون زندانبان ها در اینجا عکس گرفت، دست کم عکس گرفته نشر کند گوید که این فرزند فلانی، ما اینو میشناسیم. برای اون طرف همین قدر دلیل بس است که گوید که ما هم ضعف داریم. یعنی ما ضعف های خودمون همش برملا کردیم، اما اون طرف ضعف شناسی نکردیم که ضعف های اون طرف در کجاها قرار دارن. اون همین طوری که ما نزدیکان و پیوندان خودمون رو داریم، همین حالا که من گپ زده ایستادم شاید که برادران من و یا اینکه خواهران و پیوندان منم بعد از این صحبت و یا اینکه در همین حالا هم زیر نظارت و یا اینکه حداقل زیر پرسپوس قرار داشته باشن. اینا کسی از ما هم رد کرده نمیتونه. این دوستانی که صحبت میکنن میشناسنشون و با اونا تماس دارن، این چیزا رو خوب میدونن. همون طرف هم آدم هستن، همونها هم انسانن، همونها هم درک میکنن. یعنی درک فرزندی و یا اینکه محبت، رشته فرزندی و خشتباری، اونها هم اگر که بدونن که زیر خطر قرار دارن و یا اینکه یکی از ریچک های و یا اینکه یکی از وسیله های تامین جیبی اونها زیر خطر قرار دارد، اونها هم در این باره فکر میکنند. اگر ما توانیم که تمام خانواده امام علی رحمان رو، حداقل همون نزدیکانشون که در این جاها سرمایه دارن، به مردممون شناسایی کنیم، این وقت ما میتونیم که قدرت خودمون رو به نمایش بذاریم. به نمایش گذاشتن قدرت ما معنای این را دارد که ما هم میتوانیم با اون طرف با زبان خودش صحبت کنیم. وقتی که ما زبان اون طرف نیابیم و با زبان خودش صحبت نکنیم، اونها با ما صحبت نمیکنن و کسی هم در جامعه بیرون از اونها با ما صحبت نخواهد کرد. از صحبت جدی و صحبت‌های واقعی را در نظر دارن. این صحبت احوالپرسی که ما میگیم، این جوش الهی است. بله. من تمام کردم. حالا بگید اینجا شما درباره همون مسئله مرافعی سودی شرکت تالکو با یک شرکت در خارجی گویم ثبت نام شده انسال صحبت کردید. اونجا سودی یعنی قاضی انگلستان تا اینکه امام علی رحمان را همچون شاهد به سود دعوت نکرد، امام علی رحمان این چیز را اینقدر جدی نگرفت. وقتی که خودی امام علی رحمان
به سود همچون شاهد دعوت شد که دزدی کردن دزدیدن. حالا من به شما میگویم مقدارش را امام علی رحمان به همین سود اونها حیران بشوند که به همین سود حاضر یک دقیقه حاضر یک دقیقه 90 میلیون فونت استرلینگ برای وکیلان دفاعی همین مسئله پول وعده میکنند. 90 میلیون پول استرلینگ علاقه مصرف میکنند. مصرفش 90 میلیون استرلینگ علاقه مصرف کردن و این عالم غرب رو به حیرت میبرد که 90 میلیون پوند استرلینگ برای وکیلان مصرف شد. شرکتی که در حالت اقتصادی سقوط در حالت کسادی در حالت مفلس شدن قرار دارد 90 میلیون پوند استرلینگ صرف میکنند. این از کجایی؟ و ببینید اینها جنجال رو ببینید. برای غصب این کارخانه بزرگ سال 2005 علیه سابق رهبر این کارخانه با اون زمان معاون وزیر اقتصاد و سودا عبدالقادر ارماتوف پرونده جنایی باز می شود. بسیار به من معقول شده این پیشنهادتون. ارماتوف با 4 ماده کودکس جنایی 245 قسم 4 یعنی با اتهام تصرف مال ملک غیر به مقدار مخصوصا کلان 247 قسم 4 با جرم قلابی به مقدار مخصوصا کلان 340 قسم 2 بند ب با اتهام ساختکاری و مسئولیت پیشکی با گروه شخصان و 314 یعنی سوء استفاده از وکالت‌های منصبی پرونده باز میشد علیه ارماتوف. بله این رو ببینید. ارماتوف با از خودکنی 160 میلیون دلار عیبدار می شود. بعدا مقامات تاجیکستان از بالای شریک تجاری کارخانه آلومینیوم براری تاجیک و عبدالقادر ارماتوف شرکت انصال عوض نظروف به دادگاه عالی لندن شکایت میبرند. خودشون شکایت میبرند. بله خودشون شکایت میبرند. این شرکت رو مقامات تاجیکستان با از خودکنی نیم میلیارد دلار دوامی سالهای 1996 2004 عیبدار میکند. در جواب عوض نظروف ضمن شکایت جوابیش به همین دادگاه کارخانه آلومینیوم براری را 130 میلیون دلار قرضدار میکند و طلب برگردانیدن همین پولش رو میکنه 130 میلیون دلار رو. بعدا جانب تاجیکستان از دعوای خود شرمنده‌وار دست میکشد و دادستانی کلی همون وقت عجایب کار را ببینید. دادستانی کلی همون وقت بابا جان بابا خانوف اعلان میکند که پرونده جنایتی علیه عبدالقادر ارماتوف و عوض قطع کرده شده است. بله به همین ربط دارد. ببینید چه خیلی شده شده است. بعدا جانب تاجیکستان از دعواش دست کشیده. حتی بابا جان بابا خانوف دادستانی کل حاضر فرض کردن این کی است؟ حاضر دادستانی ما کی است؟ یوسف رحمان فرض کردیم که از او دعوای خودش دست بکشه و رحمت الله رجب زبیدالله رزق رو آزاد بکنه. مثل همین و بخونف میگوید که این دو نفر وعده رو ببینید. این دو نفر در دلخواه وقت میتوانند به تاجیکستان برگردند. آفرین. فرض کردیم حاضر یوسف رحمان میبراید در یک حالت تنگ قرار گرفتن میگوید که محیدی کبیری و عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و تمامی آن پناهندگانی که امروز به اروپا رفتند میتوانند در دلخواه به تاجیکستان برگردند. همین گفتگو بود. همین آفرین. گفتگو. ببینید حتی اینجا عجایب کار همین است که همون وقت علاقه تصمیمی همین کارخانه بزرگ رو از خود کردن رو اویله گرفته بود. همین تصمیمش رو گرفته بود که این کار رو کرد. لیکن به هر حال بعداً توانست که این کارخانه رو از خود کنند. اما یک به تنگی آوردن
oileyi رئیس جمهور این گونه با اسطوبه رفتن یک حکومت تاجیکستان را به میان آورد. بسیار پیشنهادتان خوب است. درست است که باید مخالفین برای آزادی زندانیان سیاسی یک چند فشنگ‌های خوبی رو هم در اندیشه‌اش باشند و به میان بیارند که واقعا به حالت تنگ باید حکومت جمهوری تاجیکستان و یک کمتر کلش کار کنه. همه خوبترش یک کمتر کله این حکومتدارای ما کار کنه. بسیار خوب برادر عزیز، تشکر زیاد. یگان چیزی بشنیدم. یگان الوه دیگر دارید میگم؟ من وقت شما عزیزان را دیگر نمیگیرم. خدا کنه که موفق معید باشید. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر به شما. حالا ببینید این گونه پیشنهادهای جالب به میان می‌آید. من امیدوارم که پیمان ملی تاجیکستان و عموما مخالفینی که از دست همین حکومت غاصب، از دست همین حکومت ظالم در سرسانی و سرگردانی در غربت قرار دارند، این گونه پیشنهادها را به این نوبت میگیرند و امیدوارم که این گونه ایده ها جمع بشوند و در عمل پیاده میشوند. حالا تماشابینان عزیز، عین حال درباره زندانیان سیاسی صحبت رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی آقای عبدالستار بابایی را گوش میکنیم. به نام یاد خدا، سلام و درود حضور هموطنان عزیز و آنانی که صدای ما را میشنوند. خیلی که همگان آگاه هستید، کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان تصمیم گرفت که هر هفته را به خاطر یک زندانی سیاسی ببخشد و در آن هفته از تاریخ، از بزرگی و از آن قهرمانی و خدمت‌های آن زندانی سیاسی در تمام رسانه‌ها به مردم برساند. این هفته که آغاز سپری شده است، تصمیم گرفته شد که دو زندانی سیاسی، دو قهرمان، دو روزنامه‌نگاری که در زندان حکم‌های طولانی گرفتند، یک روزنامه‌نگار داملا زویدالله رازق و رحمت الله رجب که چند قبل آنها با عنوان رئیس جمهور یک نامه نوشتند و از رئیس جمهور درخواست کردند که پرونده آنها از نو دیده شود، بررسی شود، چون که آنها بیگناه هستند. سازمان‌های بین الملل بخصوص سازمان ملل متحد، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد پرونده زندانیان اکثر زندانیان سیاسی بخصوص این دو نفر را دیده برآمد و بیگناهی آنها را اثبات کرد و از حکومت تاجیکستان تقاضا کرد که این زندانی‌ها به یگان قید و شرط آزاد و جبران پولی داده شوند. ولی بعد از آنکه که این نامه نوشته شد، حتما فوری این دو زندانی را در خود داخل زندان به اتاق جریمه‌ای که شیزا میگویند در آنجا بردن، انتقال دادن، حکم دادن چند روز که به همگان معلوم است که اون اتاق جریمه‌ای، یعنی آن که شیزا میگویند، خیلی هم جای سنگین است برای انسان. حتی اجازه نشستن، خواب کردن نمیدهند، اذیت میکنند. خب یک نمود قواهای برقی که برای انسان زلالناک است، اون استفاده میکنند. خلاصه این دو نفر که داملا زویدالله هم سینش از 80 سال بالا هست، رحمت الله رجب هم سینش از 60 بالا هست، امروز در این زندان اذیت میشوند به خاطر که آنها همچون یک انسان، همچون یک شهروندی که در زندان هستند، از حقوق خود دفاع کردند و به نام رئیس جمهور نامه نوشتند که خواهش میشد که پرونده آنها بازرسی شود و آنها گناهی ندارند، ولی آنها را در امروزها در زندان اذیت میکنند. تمام نمود شکنجه ها و تحقیر نسبت آنها تا جایی که ما آگاه هستیم روا میدونند. زویدالله رازق یک مسافری هست که به یگان گناه روانه زندان شد و چند قبل پسر او اسرارالدین رازق که از چند برای پدرش پول جمع آوری کرد، کمک جمع آوری کرد و برای پدرش و زندانی سیاسی برد رساند برای زندانیان بیگناه، او رو به همین بهانه که گویا به نمیدانم و تروریست و اکستریمیست ها رو بی‌ته میکرد و پول میگیرد روانه زندان کردند، تهمت کردند و امروز پسرش هم 5 سال حکم گرفته است و در زندان اذیت می شود. ببینید
در دنیا یک قاعده هست که ما اگر هممون یک زنی قهرمان رو میشناسیم که به نام مادر ترزا، برای چه او قهرمان بود، برای چه در دنیا قهرمان گفتن و با جایزه نوبل رو مشرف گردوندن، به خاطر که او یک سازمان خیریه داشت، از هر جا پول جمع آوری میکرد از مردم، از دیگر سازمان ها و به نفران کم بضاعت میداد. و این خاطر رو در دنیا همچنین یک زن قهرمان میشناسن. ولی در تاجیکستان یک آدمی بیچاره که میخواد برای یک زندانی که در خانه و داشت پول رو ندارد، ما هم معلومه که در تاجیکستان امروز چی سختی ها میکشن مردم، اونا میبرن به جای آنه که اقلا اونا را شما رحمت نمیگوید چرا روانه زندان میکنید. ما یاد داریم چند ماه قبل موسفید 92 ساله که بابای دانا نبیف که او در حجت هایش 82 سال است ولی 10 سال زیاد عمر دارد، 92 سال است، اونو به همین خاطره که برای زندانیان، برای مردم کم بغل کمک میکند روانه زندان کردن. و همچنین رحمت الله رجب هم یک روزنامه‌نگار و یک شخصی که به یگان گناه روانه زندان شده است. دخترش شما یاد دارید که سال گذشته چی بلا سری خانواده آوردن، هر روز این خانواده را تحقیر میکنن، اذیت میکنن. دخترش نیلوفر رحمت الله رجب را که چند وقت قبل ما دیدیم به خاطر آن که او در کوچه با یک ریمال با یک روسری میگشت، او را تحقیر کردن، توهین کردن. به شعبه کارهای داخلی ناحیه فرونزه نمیدونم حالا سینا بردن، تحقیر کردن، او را آبی چشمش ریزوندن و اونم در همه جا مصاحبه کرد. اونا همه تحقیرها را کارمندان وزارت امور داخلی نسبتش روا دیدن که باید دو فرزند معلول دارد، زندگی خیلی وزنی داشتن. بالاخره کار کردن که آن دو دختر، آن زنی بیچاره مشتیپر، آن دو فرزندای معیوب و معلولش را گرفته از تاجیکستان ترک کشور کرده و به جای رفته است. به همین خاطر مردم عزیز و بخصوص مهاجرانی که شما در کشور روسیه قرار دارید، من از همه شما خواهش میکنم که در این قضیه ها بی‌طرف نیستید. حق خود را، حقوق خود را از این حکومت دیکتاتور، از این حکومت مظلوم، از این حکومت ببخشید ظالمی که نسبت مردم ظلم میکند، موسفیدان را اذیت میکند، زنان کلانسال کمپیرسالان را اذیت میکند. ما دیروز دیدیم که در ناحیه رشت وزارت کارمندان وزارت امور داخلی شعبه در منطقه رشت بوده، زنی 65 70 ساله مادر فرهاد خدایروف و جان عیدالله خدایروف را به خاطر که فرزندان آنها فعالان سیاسی هستند بردن، اذیت کردند، دور از هر توبهگاه در شعبه کارهای داخلی منطقه رشت منع کردند، مادر را اذیت دادند و به نسبت او با پرونده جنایی کشوندن که چند ماه قبل همین سال سپری شده نبیره همین زن که خودش کلان کرده بود پسرش را، اونا به همین بهانه خب دیگر همین حکومتداران به قتل رسوندن و باز این مادر و این زن کلانسار نسبتش تحقیر و توهین کردن و برای پرونده شدن. مردم عزیز از شما خواهش میکنم، شما دیگه من خواهش میکنم از مردم عادی، نه از این امروز بعضی از روزنامه‌نگاران که در کشور هستن، از شاعران نویسنده که از رحمان فقط ستایش میکنند. شما از خدا نمیترسید، از خود شرم کنید. شما ببینید که این کاری که شما میکنید از یک دیکتاتور حمایت میکنید، در وصفش سرود میخونید. و شما یک بار بخیزید در مقابل ظلم، بس بوده که ظلم بس سکنجه نسبت مردم، نسبت مظلومان. بار دیگر خواهش میکنم که در این قضیه ها برطرف نیستید. از هفته دیگه، هفته می آمدگی، باز در رسانه ها ما تصمیم گرفتیم که تاریخ و اون قهرمانی های یکی از وکیلان مردمی بزرگمهر یاروف باید رسانه‌ای شود و از همگان خواهش میکنیم که در این قضیه ها، در این ظلم و ظالمی این حکومت دیکتاتوری که نسبت هیچ کس، نه فرز، نه کودک، نه زن، نه کمپیر، نه مستفید، هیچ کس رحم نمی کند، به طرف نباشید. تشکر زیاد به عبدالستار بابایف، رئیس کمیته شهروندی نجاتی گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان. حالا چند نفر از مهمانان گرامی به ما پیوستند، در برنامه حضور دارند. برادر عزیز گرامیمان محمد اقبال صدرالدین هستند و همچنین برادر حسام الدین زبیدالله اینجا حضور دارند. با اجازه برادر محمد اقبال صدرالدین من میخواستم صحبت برادر حسام الدین را گوش کنیم. بعد از آن انشاءالله که باز صحبت را دوام میدیم. اینجا استاد شاه نعیمی کریم هم دست برداشته ایستاده بودند که گفتنی دارند.
با اجازه شما استادان و برادران بزرگم پیش از همه حسام الدین را گوش کنیم. من یک دو سوال دارم به برادر، جوابهایشان را گوش میکنیم و انشالله به شنیدن صحبت های شما میپردازیم. برادر عزیز گرامی، حسام الدین زبیدالله، خوش آمدید به برنامه. حالا ببینید، شاید یکی از جبر دیده ترین ها در همین 5-6 سال اخیر همین عائله شما باشد. پدری پیرانسال شما که سالشان به فکرم از 70 گذشته است، به خاطر سخنهای حقشان، به خاطر دینداریشان پشت پنجره زندان شدند. هیچ جرمشان ثابت نشده است. تنها جرمشان این است که دگراندیش بودند. و برادر شما که به زندانیان سیاسی کمک کرده است و چندی از کمک دیگران را به آنها برده رسانیده است، به 5 سال زندان پشت پنجره، به 5 سال زندان محکوم شد و پشت پنجره زندان رفت. و حالا درک کردن ممکن است که یک عائله که هم سرداری خانه، پدری خاندان را که هر روز می رفتن نصیحت می گرفتن یا که دعای فاتحه می گرفتن، بعد به کار می رفتن، حالا به زندان انداختن پدر این خاندان را، از پی وی برادرشان را به زندان انداختن. حالت شما را من درک میکنم برادر عزیز. شاید درک میکنم گفتن یک دعوای باشد که از روی انصاف نباشد. از این حالت شما از درک از پیوندان شما بیرون یک کمی دور است. نمیتوانیم ما هر چند کوشش میکنیم که شما را درک کرده باشیم، نمیتوانیم به طور احسن شما را درک کنیم. حالا برادر عزیز، بعد از آن که آنها شکایت کردند و نامشان رسانه‌ای شد، آنها در چه حال هستند؟ پدر شما این حال چه خبر دارید؟ در چه حال هستند؟ آیا درست است که آنها را به اتاق جریمه‌ای انداختند؟ اولا سلام علیکم آقای شوکت و سلام علیکم شنوندگان عزیز. صدای ما رو میشنوید؟ میشنوید، فقط کمتر مبین تر است، یک طرفی برای رویتون نمینماید. بله. بسیار خوب، تشکر. بله، ما خبردار هستیم که انا در همون کارسر میگویند جای همون اتاق جریمه‌ای رو همراه پدر من 5 نفر بوده است و در یک اتاق، همراه استاد رحمت الله رجب 4 نفر. انا همگی یک کت خواب یک تا بوده است که به نوبت خواب میکردن و به نوبت میشتیان. همونجا اکو بود اتاقشون خیلی چی بوده، آب داشته و نمناک بوده، بوگین، جایی که مقصد بود کدام یک نمود چی میگن چراغ موندگی بودیان، امی سوید بگن دوخی. به سلامتی آدم بسیار ضرر داشته. و هر حال مثل خیلی جوان ممکنه کمتر قوت کنه، نه که موی سفیده که در سین سال پدری من است. مثل پدری من 76 رشید، اکای رحمت الله استاد رحمت الله هم 64 ساله شدگی هستن. اینا قوت کردنشون اکو خداوند خودش میدونه دیگه. از اونجا بعد اگر از اونجا برآمدن به چی حال اینا، به چی سلامتی اینا چی خیل میشود، فقط به خداوند معلوم است. همون حالا یگان خبری نیست که آنها از اون اتاق جریمه‌ای بیرون بشوند یا چند روز باید در آنجا بمانند؟ این خیلی خبر نیست؟ نه، خبر هست که 2 ماه باید در اونجا بمانند. راستی گپ منم 2 ماه وقت دادگانشون چی میگن
вақт барои дар унҷо ишиштаншон. ана рости гап модармам ина тӯли 3 моҳ мешавад ки бемор хоб аст, ҷогаҳӣ аст, тамоман аз ҷош хеста наметавона. чанд намуд маризӣ дорда, ҳамаш асаб вобаста. бале ҳамаи маризиёш асаб вобаста ҳай. рости гап манам дига қатъи модарам суҳбат мекунам, хеле сахт мерасад, гирьям меояд ки модарам мегӯяд ки хай ман намепурсам ки падарам занг мезанад ё не гуфта. Барои ҳар рӯз як бор ду бор занг зада ҳол аҳволи модарам бепурсиданда падарам. ана ку модарам як ду рӯз пеш буд, худаш гуфт, ман напурсидам. Хай ман гуфтам хонаводарам гуфтам ки нагенша ки мақсад ба шизо бурдагиам, гуфтам модарма наген ки якбора ҳолаш бад мешава. Ана модарам худаш гашт гуфт ки гирья карда гуфт ки чанд рӯза занг намезанад падар. Чанд рӯза занг намезанад, намедонам чӣ гап шуда гуфт. Ман гуфтам ки мумкин хай телефоншон вайрона, ҳами хеле ягон чӣ шудагия телефоншон ки барои ҳамо алоқа намекунад. Бо додарма алоҳида гуфтам рав ҳамунҷа мисол қатъи ҳам сардори зиндон суҳбат кун, ақаллан фикри ҳаму кампира куна ки як бора ду бора дар як ҳафта ҳаму падарам иҷозат битиям барои занг задан. Бародарам рафта хеле илтимос карда гуфта ки хай хотири ҳаму кампира бинед ки мақсад ҳолаш безеба, ҳаму дар як ҳафта ақаллан як бор занг зана иҷозат диҳед. Гуфта и фармон ай болоай моро ҷазо метиҳанд, наметавонем, хай ҳаракат мекунему, некем ваъда намекунем. Ам хеле баҳона кардиянд. ман шунидам ки онҳо гуфтанд ки ҳам пиронсолаи онҳоро ба инобат гирифта аз утоқи ҷаримавӣ ба дигар утоқ гузаронанд. онҳо чӣ гуфтаанд? чӣ ҷавоб шуд? ягон ҷавоб ҳаст ё нест? Не, ҷавоб нест. Ҷавоб ҳамин шудагие ки фармон аз боло аста, мо ҳеҷ кор карда наметавонем. Фармоншон ҳамея буд. ниёзи хоҳар Нилуфар иҷрои ҷазои ҷиноӣ бошад ё ки Эмомалӣ Раҳмон бошад? Кӣ бошад ин боло? аку болош рост чагум кирам додаруму қатъи ҳамсари устод Раҳматулло ин авози хоҳар Нилуфарам зикр кардан ку гуфтанд ки рафтан хела чӣ карданшона таҳдид кардиян. ана рафта буданд, дар ҳақиқат бародари ма қатъи ҳамсари устод Раҳматулло рафта буданд барои назди Мансур дуромадан. аввал рӯзи, агар хато накунам, ҳафтаи гузашта рӯзи панҷшанбе буд ё ки чоршанбе буд, рафта буданд. Гуфтанд ки рӯзи қабулаш рӯзи шанбе ай. рӯзи шанбе рафтам ки худаш набуромадасту назди ино, ҷонишинаш буромадааст. ҳам Нуриддин Раҳмон будааст, ки будааст як одами дигар, ваҳшии дигар. як ваҳшии дигар. ҳамун буромадааст, хеле таҳдид карда. бародари ма гуфтае ки хай ҳамуно пиранд, шумо ақаллан раҳм кунед аҳоли ҳамо ки мақсад унҷо берун кунед, шона ҳамин хелам бегуноҳ азоб додестед, шона буроред ҳаму вай чӣ мегӯянд оли ҷои ҷамъият ҳаму бисёре меистанд ко ки ҳамуҷада монед шона. гуфта бародарам ҳам хеле даъво карда омада тарафи додари ма таҳдид карда ки кори ту набоша, бара кори худта куну, ҳози бачаи ёшӣ фикри ҷавонита кун. яъне падари май ман чӣ хел даъво накунам, гуфта ки дар кор шава, худам бари падарут мебарӣ. ҳам хел таҳдид карда. мақсад ки дар ҳақ надорӣ ки барои қафои падари худ, ҳуқуқи падари худро муҳофизат кунӣ. ту ҳақ надорӣ, ту шумо ҳеҷ каеда. бисёр бад аст, бисёр бад аст. ҳам хел таҳдидо кардааст. бисёр бад аст. ягон маълумот надоред ки ҳамун номае ки расонаӣ шуд ба дасти раисҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон рафта расидааст ё нарасидааст? Дастгоҳ ун маълумотро гирифтааст, дар ҳолати баррасӣ қарор дорад, надорад? ин хел маълумот вуҷуд надорад? аку рост чагум ягон маълумоти дақиқ мо надориму, лекин ба ҳар ҳол расидаги аст. ҳамаи ҷо паҳна, ҳама тамоми дунё медонад. Эмомалӣ намедонад худаш? бале медонанд. инҳо шабакаҳои иҷтимоиро тамошо мекунанд, ба духтар гаппатои як ҷавонро мебинанд ва ҷавонро тавассути видео дарёфт мекунанд ва бурда 15 рӯз ҳоҷатхонаи шӯъбаи вазорати корҳои дохилиро мешӯёнанд.
تازه میکنونند، تمیز میکنونند. اینه که در تمام رسانه ها گفته می شود، نمیشنوند و نمیبینند، میبینند، میشنوند. میبینند، همش میبینند که شوکت. نکه فرمون هم فکر میکنه که خود همو امام علی خود شد، برای که اون نامه وایو با یتیم فهم داخل نداشت، با یگون تیدیگرش هم مخصوص با امام علی داخل داشت. ایو یک چیه ده که شوکت، من چی میگم که اینو اکو خواهی اینو بگم که شر ندارم، اینو ده دیگه شرم و حیا موندگی نیست که ما بگم که نسبت شر میکنن که اینو رو در حضور روزنامه نگاران و در حضور نمایندگان سازمان ملل متحد و در حضور دیگران سودشان عینه بینن. شرم نمیدارم، برای که اینو در وجود اینو دیگه شرم و حیا موندگی نیست. اینا میترسن، اینا میترسن از اونه که میترسن که مقصد در حضور، اگر در حضور عام بیگناهی اینا اثبات شود، دیگه تمام بیزنس هاشون، تمام تجارت هاشون میمره. مثال تمام تجارتشون در اروپا است، نیم تجارتشون مثال در تمام دنیا تجارت دارن اینا. بله درست است. اینا دیگه همه مثال اینا رو میگردون. اینا میترسن، اینا شرم ندارن دیگه. شرم تاجیکا خودمون یک گپ دارن که خیلی شوخی قطع میگن که در تنش سوارکه کنی نمیچسبه. شرم دوایش سوارکه کنی دیگه نمیچسبه در تنه او. اونا میترسن و دیگه فقط یک چی موندگی در وجود او، ترس. تمام دیگه. حالا مراجعت شما به حکومتداران و عموما جامعه تاجیکستان چی است؟ مراجعت ما فقط من مراجعت میکنم به مردم مظلوم تاجیکستان، مردمی که آزادی خواهند. به همونا مراجعت میکنم که اگر که در حقیقت آزادی میخواهند، در حقیقت میخواهند که تاجیکستان پیشرفت کنه و در حقیقت میخواهند که فرزنداشون و خودشون مثل مهاجران از غلامی از روسیه آزاد شوند، باید که از همین زندانی های سیاسی ما محافظت کنند. محافظت چقدر ما نمیگویم که برن سلاح بگیرن بجنگن. اقلا در همین فیسبوک که اینا ما همه جا تبلیغات کرده ایستادیم، به همینا لایک مونن و پدیلیت سکنن و کدامشه که دسترسی داره به سازمان‌های ملل متحد و به سازمان‌های حقوق بشر، حداقل همو چی شهروند قرض شهروندی خودشون اجرا کنن، زنگ زنن و بگن که ما همونو دفاع میکنه، آزاد کنید، حرکت کنید، همونو رو آزاد کنید. همین گپ بگن. نه که ما خطاب دارم به همون حکومت دارو مراجعت نمیکنم با آقای شوکت. ما خطاب میکنم میگم که امام علی مثال یک چی جمع کردگی داره، یتیم جمع کردگی داره، دیگه و دیگه هایی که کلوناشان یک چی جمع کردگی دارن. اگر اسپید کنن وقت ساعتش بیا، اگر اسپید کنن ممکن که فرار کنن. نه که انشالله که باید برآمده هم نمیتونن ای تاجیکستان وقت ساعتش کیومه. نه که هوای این مردمی که اجرا کننده همون فرمانو هستن، اونو یک زندان بانو، اونو یک سردارای زندان ها هستن. وای بر حال شما که شما در دست این مردم میمونید، با این مردم شما میمونید. احتیاط کنید. این همین قگب میگم شما احتیاط کنید خودتون. تمام. سلامت باشید. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. خدا نگهبان شما که شوکت. اگر باید سوال دیگه باشه مرحمت. شاید حالا ما دیگر بعد از صحبت بعضی از دوستان که اینجا هستند، چند دوستان بزرگ اینجا پیوستگی هستند، بعد از صحبت ایشان ما طول چند دقیقه صحبت مردم را گوش میکنیم. شاید دوستان تماشابینان سوال به شما داشته باشند، احتمال دارد اگر وقت داشته باشید همینجا بمانید. مایل همینجا موضوع. تشکر به شما برادر عزیز. حالا پیش از آن که نوبت را به برادر محمد اقبال صدرالدین بدهیم، استاد شاهنعیمی کریم دست برداشته بودن، به فکرم گفتنی دارن، ایشان را بشنویم. بعد از آن برادر محمد اقبال صدرالدین بفرمایید. راستش شکر من میخواستم
اینکه کمیته نجات روی هفته استاد زبیدالله روزی و محمد رحمت الله رجب رو اعلان کرده بودند. درباره برادر رحمت الله من حرف زدم، ولی درباره استاد زبیدالله چیزی نگفتم. برای میخوام یک کوتاه درباره شخصیت، خلق و رفتار استاد زبیدالله یک چیزی ارائه داشته باشم. راستش درباره زبیدالله روزی چی میتوان گفت؟ برای صفت‌های نیک این ابرمردی و این شخصیت دانشمند و یک سیاستمدار دوراندیش. به معنای تومش استاد زبیدالله یک انسان کامل است. من زیاده از 40 سال این کس را میشناسم و در مدت این 40 سال باور کنید من باری ندیدم که با کسی دغلانه رفتار کرده باشد، چون که یک خلق رفتاری قرآنی بود. باور کنید برای که همین خیلی انسانی نیک سیرش بودن، پاک دل بودن. ما شب در همین نهضت شب‌های رمضانی تراویح رو با جماعت میخونیم و برای مردم افطار میدادیم. همین استاد 70 سال داشتن در برابر جوانها. وقتی که برای مردم طعام میدادیم می آمدن طعام می‌آوردن، همینه آماده میکردن برای من. گرچند که جوانها میگفتن که داملا شما شینه ما خودمون انجام میدیم، ولی میگفت که هر کس ثواب رو برای خودش کسب میکنه. یعنی داملا خدمتگار مردم بودن. این کس ختم کننده دانشگاه پداگوژی شهر کلاب، دانشگاه با زبان طلا و مدال طلا، یعنی کراسن دیپلم خیلی تمام کرده هستند. اینها در این کس در چند نهادها کار کرده بودند و وقتی که سال 97 شد و مردم مهاجر دوباره برگشتن به کشور، این کس در یک مؤسسه کسبی تکنیکی رقم 7 نوع شهر دوشنبه دیرکتور شده کار میکردن. با برزم این کس یعنی خطیب ناحیه بودن در خراسان. یعنی این کس باز وقتی که نهضت فعالیت خودش رو دوباره شروع کرد، یاد من سال 2000 این کس دبیر نجات بودن، وقتی سردبیر نجات بودن بعد ما که عضو شورای سیاسی بودیم، داملا زبیدالله هم عضو شورای سیاسی بود و سردبیر نجات. همون وقت هم همه حکومت همون حلاش بود. چی گپ بگذار شد که استاد رئیس اضطراری دعوت کردند داملا زبیدالله هم که سردبیر نجات بود در اونجا. متاسفانه صدایتان قطع شد. بعد استاد صحبت صدایتان قطع شد استاد. حاضر نیست صدا من هست. حاضر هست. با فکرم که وقتی که سال 2000 بود، وقتی که نهضت اسلامی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دوباره فعالیتش رو شروع کرد در قلمرو کشور، این کس رو سردبیر نجات انتخاب کرده بودن. سردبیر نشریه نجات، سردبیر هفتوار نجات. بله. بعد استاد شوروان خدا رحمتشون کند، استاد سید عبدالله نوری، همون وقت هم همون حیله‌گری و همون حکومت وجود داشت، یک بعضی فشارها شروع کرده بود. بعد استاد نوری جلسه اضطراری دعوت کرده بودن. در همون جلسه اضطراری که عضو شورای سیاسی را دعوت کرده بودن که داملا هم عضو شورای سیاسی بودند و زمان در همون دور سردبیر هفتوار نجات بودن. استاد 10-12 دقیقه صحبت کردند و گفت که داملا زبیدالله همین گفته های من را، این روز دوشنبه بود و همون هفتوار نجات روزهای چهارشنبه به نشر می‌آمد،
گفت که همین گفته های من در یعنی که مجله بعدی چاپ کن، نشرش کن. بعد داملا گفتن که بله استاد نشرش میکنیم. گفت که من حیرانم خود 40 روزنامه‌نگاری در جلسه آمدی با قول مردمی کهن نه دعوا داریم نه و یک نکتم ثبت نکردی، تو چخل ایرا چوب میکنی و نشرش میکنی. گفت بعد همه خیلی شوخی کرده، گفت استاد ما ثبتش کردیم. بعد استاد گشتن سنی داملاز بدلا گفتن که خب ثبتش کردی کو همه محتوای گفتای من گفت همش یعنی کو من چی گفتم شما باور کن. من همونجا اعتقاد کردم که داملا واقعا با دیپلم سرخ دانشگاه رو تمام کرده، چون هر چیزی که استاد گفتن داملا گفته همون مردم توجیه ما نه چکانده و نه ریزانده همش بیان کردن. بعد استاد نوری خیلی ظریف بودن، بعد گفتن که واقعا در انتخاب سردبیر ما اشتباه نکرده بودیم و ما هم خندیدیم و داملا یعنی هم خیلی ذهن خوب داشتن که من میگم که بعد مسئولیتی کلان هم داشتن با رئیس شورای علما و رئیس اکادمی یعنی که علوم اسلامی در حزب نهضت اسلامی توسن ایفای وظیفه میکردن. با وجود همین قدر یعنی که انسانی ببینید هم عالم هم دانشمند هم زیایی، ولی این خیلی شخصی انفرسالی دیگراندش دورندش شخص انفرسالی به این کشور لازم نیست، چون که در این کشور اگر غارتگر باشی، دزد باشی، قاتل باشی، دروغگو باشی میتونی که از وجود کنی و فعالیت کنی و کار کنی. ولی این خیلی انسان های راست قول، راستگو، راستسرشت باید که در این جامعه که اینها حکمرانی میکند نه کار داشته باشن نه فعالیت داشته باشن. من همین را گفتنی بودم چون که هفته این دو بزرگ مرد خدا که بود برای من خواستم که در حق این برادرم یک چیزی گفته باشم. تشکر زیاد. تشکر زیاد. سلامت باشید. امیدوارم در برنامه‌های دیگری ما نیز همین خیلی فعالانه شرکت بکنید. تشکر زیاد. حالا با کمال میل نوبت به برادر عزیزمان محمد اقبال صدرالدین. بفرمایید برادر. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوکت جان خیلی وقتم کوتاه هست و همین قدر میگم که اگر مردم و ملت تاجیک هر چی قدر که صبر کنن از رحمانوف هیچ رحم انتظار نباشند. هر کسی که از امام علی رحمانوف رحم انتظار است اون یعنی که نمیتواند خودش همچون انسان حساب کنه، چون که رحمانوف انسان نیست. رحمانوف همون نامی که براش گذاشتیم لعنت کرده الله است و از لعنت کرده الله از شخص مطرود از رحمت رحم طلب کردن این ابلهی است. هیچ انسان، هیچ شهروند، هیچ زندانی، هیچ مظلوم نباید از رحمانوف رحم، شفقت و عفو طلب کنند. به این خاطر نباید مردم تاجیک حالا هم گول این یعنی که شیطان صفت و درنده را بخورن، یعنی باز هم با زبان خوب و لطیف و ظریف از رحمانوف طلب کنند که برای ما رحم که ما را یعنی که ظلم نکه، زندانی ما را سر بتنده. هر فرمانی که می شود این برنامه را من تماشا دارم، چی سخنرانی خواهر نیلوفر و چی از برادر حسام الدین و دیگر برادرانی که در اینجا صحبت کردن. من آن چیزی را که می بینم و می شنوم و احساس میکنم همین است که هرگز نباید از رحمانوف طلب رحم، طلب عفو، طلب بخشش کرده شود، چون که رحمانوف شخصی نیست که از اون طلب عفو کنیم و هر فرمانی که صادر می شود دقیقاً از خود همین لعنت کرده الله صادر می شود و این لعنت کرده الله هیچ خیر خوبی برای این مردم و ملت ندارد. یک نفر زنگ زد گفت که شما فکر دارید که با این هفته برگزار کردن هفته زندانی ها چی میخواهید بکنید؟ یک نفر بالا مقام براش گفتم که ما میخوایم آزادی همین یا که از دست از ظلم برداشتن. گفت که این
اون یک گپ دیگر گفت که این کار شما یک یعنی خواب و سراب و یک چیزی تماما غیر منطقی را میموند. هر وقت شما صدای اینها از داخل زندان بلند می شود و شما صدا بلند میکنید، اینها رحمان و فبا یاد میارد، با او هشار می شود، گپ میزنه که اوه این پانالات اولم زنده میگه. گپ ببینید در جلسه های رسمی حکومت میگه اوه اولم این پانالات زنده. رحمانوف در نزد مقاماتش نونه که یعنی که احزاب یا گروه ها جلساتی ریاست دارند، رحمانوف در جلسات خودش میانی همون مقامدارانش میگفته است که صدا بلند شد یا که نامه به شما ارسال کرده شد تا اینکه درد دل اینها را شما شنوید یا وضعیت اینها را به خوبی درک کنید. میگفته است اوه این پانالات اولم زنده ها. یعنی که مقصد همین قگب گفتن رحمانوف سببی کرشر کردن و سببی یعنی که بردن اونها با شیزا یا که با اون مکانهایی که اونها واقعا هم در زبیدالله رازیق با 5 نفر یک مسافت 76 ساله با 5 نفر در یک جایی که یک جای خوب است، اکنون فکر کنید که چی مشکلات برای اونها هست. یک نوری برقی که در طور سرشون ماندگی هستند، اون یعنی که تولید کننده نورهای ضرر رسان برای هر یک شخصی که در اونجا قرار دارد. اکنون شما بست فکر کنید که یک سخن رحمانوف که این پانالات اولم زنده چی مصیبت بالای اینها آورد. پس از رحمانوف هرگز نباید طلب رحم کرد. هرگز فکر نکنید که فرمان بالا کی است. فرمان بالا انا همین لعنت کرده الله است. انا همین بدبختی که ملت تاجیک به همین مصیبت ها گرفتار کرده است. روز از روز راهی که انتخاب کردیم، روز از روز مقاومتی که بر علیه این ظالم داریم، محبتم به این راه بیشتر می شود، ظالم بودن رحمانوف آشکارتر می شود. راهی که قرار داشتیم، راه پیامبران، راه انبیا، راه اصحاب رسول اکرم، راه افرادی که اونها در استقامت بودن و استوار بودن در راهشون از دنیا گذشتن، برای من تحقق پیدا میکند و محبت این راه در دل من معوا میگیرد. چون که هر چی که من میگویم و میبینم، آن سخنهایی که برای ما میرسد برای این رحمانوف لعنت کرده میگیم، روز به روز تحقق پیدا میکنه. و این خاطر خطاب من به منصور عمروف، خطاب من به نورالدین رحمانوف، خطاب من به هر یک زندانبان و زبانیه که اونها در زندانهای تاجیکستان، مردم تاجیکستان و آنانی که زندانیان سیاسی هستند و علما و آنانی که حقگوی هستند و پشت مله های زندان فرستاده شده است، والله قسم شما در قپ این مردم میخورید. سوگند به الله میخورم که این مردم تاجیک قصدگیر است. با خدا قسم به حالت شما را میارن، گندشگاه آسمان با حال شما گریه میکنن. باور بکنید من نورالدین رحمان چارچلیکه خواهش میکنم از تمام مردم، هر این خونه سوخته در داخل زندان زندگی میکنه از ترسش. این نورالدین رحمان آنچنان ظالم است که رحمان افترا قطیش نمیبره. منصور عمر وقتی میگریزه با میلیاردها دلار میلیونها دلار، نورالدین رحمان نمیگیره قطیش بگریزه بروه. فراموش نکن چارچلیکه پنچلیکه خدا بزنه توار انسان نمیتونم من تر انسان بگم، چون تو یه وحشی. این از ترس این حیوان در داخل زندان زندگی میکنه و کارش ظلم و زدن و شکنجه زندانیان است. زدن استاد محمد علی حیی، زدن زبیدالله رازیق، ظلم کردن زندانی های دیگر که در زندان هستند، محض توسط انا همین نورالدین رحمانوفی ظالم روز به روز ادامه پیدا میکنه و از ظالم بودنش باز به مقام بالاتر در ظلم گذاشتنش. اکنون شما فکر کنید که یک شخص ظلم میکنه، یک شخصی که فشار میارد، عذاب میتید، اذیت میتید، با جای این قدر شکایت ها بالا میرود، وظیفه بالا تا مقام معاون سرریاست اجرای جزای جنایتی. ببینید شما فکر کنید که در وزارت عدلیه گویا عدل وجود ندارد، یک ظالم چون نورالدین رحمان وظیفه بالاتر و مقام بالاتر میگیرد. اکنون شما فکر کنید که یعنی که منصور عمرو چی جایگاهی داشته است؟ انا که از اون بالاش میرود تنها رحمانوف. یعنی که در تاجیکستان هر مقام داره که مربوط به سرریاست اجرای جزای جنایتی یا مقامات کارهای داخلی یا امنیت کشور، اونها از افراد خشین و بازومندی که مردم و اونانی که در کشور زندگانی میکنن، چه در زندان و چه در زندان داخلی تاجیکستان که مردم همه در حالت اسارت قرار دارن،
تنها اینها کارشون چی است؟ تنها اینها کارشون ظلم کردن مردم و ملت تاجیکستان است. اگر روز از روز این مردم آگاهتر نشوند، اگر طلب دادخواهی، من نمیگم از رحمانوف طلب دادخواهی کنن، من میگم که از همون مشکلات خودشون باید طلب کنن از مقامداران مربوطه تاجیکستان تا اینکه وضعیت در تاجیکستان تغییر کند. وضعیت تغییر کردنی می شود. هفته زندانیان اعلان میکنیم در حال میبرانم قضیه بران قضیه عبدالرازق. والله قضیه بران عبدالرازق اهمیت ندیه. آی مردم، نانی خوردن نداری، آردی خوردن نداری، برق نداری، وضعیت بزبای در حالت وزمینی با 1,015,000 13,000 بران عبدالرازق ترا چی؟ مادرت گرسنه در تاجیکستان، زن و فرزند در حالت وزمین قرار داره. خیلی قضیه بران نقل کرده است، قضیه عبدالرازق. ای قضیه عبدالرازق بران برای من ترا چی فایده؟ یگان سمود نرسه برای مادر پیرت، برای پدر پیرت، برای عائلت یگان فایده داره قضیه بران عبدالرازق؟ هر وقتی که یک مصیبت بالای این ملت میاره رحمانوف، وقتی میبینه که وضعیتش بزب شد، در قضیه نمیدونم پیش از انتخابات بود وضعیت بزب بود، آوردن سورای قاسم یک مردک 30 چند ساله را گرفته است. گفت هم مردک کار میکنه که دغدغش در سری که سورای قاسم و کیف گشته است با بچه 30 چند ساله. برای من تو چی فایده داره قضیه شوهرکنی سورای قاسم و برای من تو قضیه بران چی فرق داره؟ قطع عبدالرازق خیلی نه ایش فریب کرد، ایش فریب نکرد. بعد برای من تو چی؟ تو در قضیه ملت و در قضیه مادر و پدرت باید فکر کنه. هر شهروند فکر کنه که مادر پیری من در کدام حالت قرار دارد، فکر کنه پدر من در کدام حالت قرار دارد، فکر کنه بستگان من، همسر و فرزندان من در کدام حالت قرار دارد. فرزندش در مکتب میخونه 10 تپک بگی بیار، وقتی که بخوای گپ زنی حتی خوین شده. تا کی این وضعیت در این کشور ما ادامه پیدا میکنه؟ تا وقت این مردم اگر نشر کردن که تخمینا با 5 مرد یک بار زنا کرد، تو بگو برای ما فرق نداره. دما قضیه مردم و بعد دما قضیه خودم در کاره. دته چی فرق داره که بران چیکار کرد؟ سوره قاسم بچه 18 ساله را گرفت. این واقعا حماقت است. با همه رسانه و وسایل اخباری اما همین دو قضیه را میبرن پیش. مصفد 76 ساله در زندان با وضعیت وخیم گرفتار میشه، برای مردم فرق نداره. هر نهضتی باید بروه. با خدا قسم این حالت در سر هر یک کدوم شما میآید. امروز فکر نکنید که زبیدالله رازقی 76 ساله نهضتی اونا بردن کارشر کردن، این حالت به نزدیک تو میآید. روزه صبر کنی، اگر انتظار باشه که نه که من نهضتی نیستم، برای رحمان و نهضتی بودن یعنی که احزاب مخالف بودن یعنی حقگو بودن مهم نیست. برای رحمانوف تنها دختر داماده به شمارش و عائله خودش مهم است. همه مردم تاجیکستان برای رحمانوف یک غلامن، هم قدر که در گوششون باید که یک بیرکه بزنن تو بگن که غلامای دخترم تخمینه، غلامای دامادم جمالدین، غلامی بچم فلانی، غلامی سامان جانم، غلامی اسماعیل جان، که آلی همتریتون هم میکنن یک چیپتون میزنن در گوشاتون، بعد میفهمم که جایی که میره تی غلامی کی میگه، میفهمه که غلامی کی ته. هر چی قدر که ما صبر کنیم قضیه بران قضیه شکنی سوره قاسمه و قضیه فلانی را گوش کنیم، ما در همین وضعیت قرار میگیره میریم. مردم مرده استن، در فکر بران گپ زده استن. جان مصفد 76 ساله زیر خطر، جان مردم مظلوم در زندان ها زیر خطر، ولی رسانه ها مرگ با اخر رسانه که قضیه بران میبردارن، قضیه مصفد 76 ساله تاجیک نمیبرداره. تو پدر نداری آی رسانه دار، آی رسانه دار، تمام رسانه ها، شما اگر مسلمان هستید نیستید کار ندارم با دین شما شرف ناموس دارید، شما اعتقاد دارید که من یک انسانم، تو که از محنت دیگران بغمی نشاید که نامد نیهند آدمی. هفته زندانیان مظلوم، هفته زندانیان پیرمرده که بردن داخلی کارشون کردن برای دادخواهی، تمام رسانه باید اینها را در خودش درج میکرد، نشر میکرد. خاصا قضیه برانه برداشتن تو معروفترین رسانه های داخلی تاجیکستان. و تا شما به هر یک چیزی که رحمانوف بران خودش معلوم است که با کدام قضیه است، آدمی کی است و چی شد. خب انشالله در برنامه مفصل براتون میگیم. یا عبدالرازق چی مهمیت دارد اینها برای ما؟ اگر زیایی این ملت باز هم خط کنه بیسته که نهضتی را زندان کردن، من نهضتی نیستم، با مانند یک حیوان صفت دیگه رستم عزیزی و خری فلانی دیگه میخیزن گپ بزنن،
این اربده بسر هر یک کدوم میویا. فکر نکن که من فعلا زبانم بلبلای گپ میزنم، چون که گاه مردم زین با پشت گاه پشت با زینن. بار دیگر میگم از قصد این ملت بترسی، از قصدگیری این ملت بترسی. قسم به خدا یگان مردم در دنیا رنگ تاجیک قصدگیر نیست. تنها و تنها منتظر پای کن. اگر ما بگیم که هر کاری که میخواهید بکنید نگاه که چی وضعیت میشود، ولی ما هیچ وقت ناآرامی در کشور نخواستیم. هر کسی که زنگ میزنه تنها با آرامی دعوت داره مردم. ولی ببینیم اگر این رحمان فی لعنت کرده الله باز هم بگه پهنالتو زندان، بعد دیگه میگیم که هر کس از پدر خودش از نزدیکان خودش حمایت کنه. برای اینکه حمایت کردن از پدرت فرض است، حمایت کردن از خواهر و ناموس و مادر فرض است برای هر یک انسان. تو که ما صبر کنیم بسیم که لعنت کرده الله یک پیانه میخزه خوش یه هفته پس او آدم در کرش میمبره یا زنده میمونه. به خدا قسم این مردم بار دیگر میگم تو اگر دست از ظلم نبردارن. منصور عمرов بار دیگر تکرار میکنم از این رسانه که از خدا بترس. برای یک برادر اوچت مرد، برای یک برادر که کلیفتای زد نمازدگی گرفت ترمش کرد. فکر نمیکنی که این مردم زن و فرزند پدر و مادر دارن؟ اینا تماما زبان اینا این خلکونیت اون خلکونیت نمیفهمن. این مردم ها با همین زبان باید گپ زنی تا اینکه این لعنت کرده الله بفهمن که مردمی مصیبت زده داخل زندان در کدام حالت قرار دارن. الله جای شما را همون زندان هایی که زبیدالله رازق رحمت الله رجب هزارها زندانی های بگناه دیگر است، خداوند شما را در همون جایگاه قرار بتیه. و انشاءالله که اون روز نزدیک است. غدا لناظره قریب، فردا برای شخصی منتظر اون روز یعنی که نزدیک است. ما فرج و کمک از الله میخواهیم، ما از هیچ کسی دیگر کمک نمیخواهیم. انشاءالله خداوند به داد این مردم مظلوم میرسه و حتما جایگاه شما همون کبیره هایی که 5 نفر 10 نفر اویله رحمان افقاتی در کرش رست کرم انا بینم بچه کمکنی خواه میره و اسماعیل جان تو دبالش تو خواه میره اسماعیل جان دبالت خواه میره و بعد برای 5 نفر یک جا برده مونده. الله لعنت کنه شما ور انسانه و پیانسکای لعنت کرده الله یک گپ میگه تو انسانی. انسان نخواه که انسان بخیزد با یک مسافر 76 ساله با همین ظلم عمل بکنه و همین ظلم با یک زندانی بگیره انجام بتیه و کاری بکنه که همونا در همین حالت قرار بگیرن. این دیگر از وجهی بدبختی و حماقت این مقامدارا است که حتی اینها را نمیدونم که اینا پدر دارن، اینا مادر دارن، اینا تربیت شدن. اینو رحمانوف که ایکون توالا چی دیگه همین نوردین پدن حالت ظالم نوردین رحمانوف که ظالمی چنچلیکه این نمیدونم اگه جا توالا چی دیگه این از ظالم از ترس از ظلم و از عذاب پیشه در داخل زندان زندگانی داره. ولی تمام اون چی که است برای این ملت معلومه، تمام کارهایی که میکنه این نوردین معلومه. منصور عمرov باری دیگر میگم احتیاط کن. منصور عمرov ظلم و بس کن. منصور عمرov ظلمی که تو داری این نهایت داره، هر یک چیز آغاز و انتها داره. ظلم تو و ظلم رحمانوف و ظلم زندانبان های زبانی های شما انتها داره و انشاءالله انتهاش نزدیک است. صلاحیت مهلت شما تمام شده است. با خدا قسم هر دولتی که بگیره زیبرای تر همچون یک مقامدار ظالمه که 100 زندانی را شکایت چه میگیرن در جای برای می قپا میسپرن تر. فکر نکن پاتر رحمانوف خطاب میگیره زیبرای هیچ کنه میسپرن. تو نمیتونی همه خیش تبار تا گرفته گریزونده برده. فراموش نکن منصور عمرov خیش تبار تر دولت آینده ضرر نمیرسونه. انا نزدیک زندانی میره و بسر خواهری تر. انا آدمی که در زندان کشته پدرش تجاوز کرده انا میخزه میره و به خانه خواهر به خانه نزدیکای تر. او را یگان کس قپیده نمیتونه. خب میگه بکشم من کار نکردم چیش میگوی بعد نادی را میخپنده یگانجا. فراموش نکن منصور عمرov این چیزایی نیستن که هیچ چیز فراموش نمیشود. هیچ کس فراموش نمیشود. هیچ عمل کرد شما فراموش نمیشود. تا وقتی که این ملت صبر کرد و طاقت کرد های پیشوای ملت دستکاش پیشی برگرفت همونقدر این ملت ظلم و اذیت و آزار میبیند. امیدوارم که این خوتیکا فهمیدن اینا به زبان انسانی با اینها صحبت کردن و الله حیف است. توف برای بعضی از نامردای بمانند نوردینی 4 چلیکای 5 چلیکای خدا زده.
سلامت باشی برادر شوکت. انشالله که من تمام کردم. زنده باشید. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. واقعا برادران عزیز جان آدم درد میکند. خدا رحمت کند پدری من در سن 74 سالگی این دنیا را پدرود گفته بودند. حالا ببینید یک پیر 76 ساله در کنج زندان و در اتاق جریمه‌ای قرار دارد. این مرغکای بدنی آدم میخیزد و به نهایت نگران کننده است. من نمیدونم این حکومتداران ما همین ظلم ظالم را دیده ایستاده‌اند. اینها گفتی چندی از این دوستان که برآمد کردن پدر داشته باشن یا نداشته باشن، اینها دل داشته باشن یا نداشته باشن، یک پیر 76 ساله باید به اتاق جریمه برود. این چی کاره، چه جنایتی کرده میتواند در داخل زندان یک بخجوز که یک عبادت خودش را کند و تسبیح خودش را گذراند؟ حالا ببینید حتما که جنایتش سخنش است، حرفش است، گفته هایش است. بسیار نگران کننده است. حالا دوستانی که به ما پیوستند توسط لینک و لینک استریمیارد و میخواهند صحبت کنند، آنها را همشان را بپیوندید، بگذار صحبتی آنها را نیز گوش کنیم. استاد محمد سعید رضایی هم انتظار هستند که یگان سوال پیدا شود جواب بگویند. انشالله که یگان سوال پیدا شد حتما به شما مراجعت بکنیم استاد محمد سعید رضایی، و اگر یگان مشغولیت دیگری داشته باشید میتونید مرخص شوید، اگر نداشته باشید تا یگان سوال پیدا شد. سعدالله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضورین گرامی، بعدا هر یک خیارتی که دولت دارو حکومت دارو از عصر 20 تا زیر کدگیان انشاءالله که جوانمردای مردای بزرگ وطن کم نبودن تا حاضر هم قهرمانای اینا حاضر 200 قهرمان خود نوبر کرده که 200 تا 200 اعضای حزب را برای بازی ظالم گپ زدن درست کردگیان. انشاءالله تا حال هم ادامه داره. برای حکومت دارو خطاب کردنیم برای رحمان فی پیری فرتود، برای ظالم، برای لعنت کرده الله خطاب کردنیم. سین سال همه حضرت ها همه دو زندانی که ایروز موضوعشون های ایروز دربارهشون سخن گفته هستند، فرزنداشون برآمده گپ زده است. سین سال ظالم کلاغه و سین سال ما یک جوان با تو گپ میزنم، سین سال تو با سین سال یا نیست رفته در دبی در کیم جا دم گرفته سی این مسافرها را برده عذاب دستی اخدان هم ترسی حرامزاد باشون تو قاعده سیو چی میایا دو مسافر تر ایراق میگیرن میبرورن هم قیقدگیشون در 6 سال 7 سال خدا زده کلاغده و سیارم هم قیقدگیشون که بیچاره ببرن ای بالینسا و سوشیدن نمیتونن با او کار سری کدگی با او قواهای لامپچکوی زرا دیده. و ما پیشنهاد میکنم به هر یک حکومتی اینا بیا هر یک جوان تیار ما جوانو که مر علیش کنه با همیو محیط اما حضرت را اون همین دوران پینیشون در نزد نویرهاشون در نزد فرزنداشون گذرونن. از ظلم بس کنه ظلمت ان شاء الله ما کاملا باور دارم پیروزی قریب است. ان شاء الله شما خائنات دفع میشه میرن ای که شما به جزا نمیمونین. یگام تا هر یک خائنی که خیانت کرده هر یک خائنی که این 200 قهرمان پیدا شدی خیانت ده ما 200 قهرمان ما یک جوانی 23 ساله حاضی قید میکنم داخل دو با حاضی خود با خود ما فهمیدم که 200 قهرمان داریم در این خیانتی کلدمی لعنت کرده الله رحمان 200 قهرمان داریم. باز هم میگم باز هم ما خطاب داریم به حکومت دارو پیران نورانی رو آزاد کنید و نمونید در زندان جان دهند. تشکر به شما برادر عزیز. خدا ویستون کنم. برادر نفر با نام مظلوم بفرمایید. مظلوم هستید؟ الو میکروفونتون رو فعال کنید بعد گپ زنید. السلام علیکم.
و علیکم السلام. میکروفونتون فعال بود، غیر فعال کردید. فعال کنید برادر. بفرمایید. شما رو میشنویم، بفرمایید. حتی نفس کشیتون رو میشنویم برادر، بفرمایید. خارج شدم. دوستان عزیز، از واتساپ زنگ آمده شده است. بسیار خوب. برادران عزیز، به سالیان دراز زندانی کردن یک نفر، این قتل تدریجی است. می شود همین طور بها داد به این مناسبت حکومت با نخبگان ملت. نفرانی که اهل سوادند، اهل درکند، اهل دانش هستند، اهل سیاست هستند، زیایی ملت هستند، یعنی یک چراغی هستند که خودشان میسوزند، به جامعه روشنی میافکنند تا اینکه جامعه پیش پایش را ببیند. اینها رو میبرید پشت پنجره زندان میکنید به سالیان دراز. 26 سال و 28 سال. یک پیری 76 ساله 6 سالش گذشتگی باشد، بعد از 20 سال 96 ساله بشود. 20 سال دیگر عمر دارد یا ندارد؟ یعنی با تمام عمرش این عذاب کشیده در زندان توی باید بمیرد. بله، این را میگویند با عذاب و شکنجه ها تدریجاً به قتل رسانیدن. آیا وحشیگری، وحشانیت، ظلم از این زیاد می شود؟ ترور از این زیاد است؟ ترور مگر شاخ دوم دارد که فقط در شما حکومت دارا او ترور نامیده نمی شود؟ اگر دیگر کسایی کار را کنند ترور نامیده می شود. ببینید شما آیا در حیاتتان شنیدید که همین طالبانی که تروریستش میگوید یک پیری 76 ساله را در طول 20 سال حکومت داریش همین شکنجه کرده آمده باشد؟ برعکس شما طالبان برابری به سر قدرت آمدنش همه زندانیان سیاسی را آزاد کرد. زندانیانی که قریب بود در کنج زندان ها پوسیده روند همشون را آزاد کرد. شما تروریستید یا طالبان؟ صدها برابری طالبان شما تروریست ترید. حالا اینجا استاد محمد سعید رضایی میخواهند بعضی از گفته های خودشان را تکمیل کنند. بفرمایید. براستی شوکت جان خیلی هم علم آور است. شما و دیگر برادرها، مهمان هایی که در اینجا بودن، خوب قدر کردن، خوب موضوع را آشکارا گفتن در نسبت انسان، در نسبت اینکه قلبه های انسانی، مهر و محبت، اشاره های خوبی کردن. حتی دوستانی که صحبت میکردن و احساساتی که اونها را فرا گرفته بود، اون برادری مظلوم بود که صدای گریه او هم می اومد اما نمیتونست که گپ بزند. من چنین احساس کردم. البته اولین نوید یا خوشخبری من برای دوستان، برادران، برای کسانی که به خدا باور دارند، به آینده نیک باور دارند، همین است که این حالت ها دوام نمی‌یابد. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی‌سوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی‌سوزد. و البته دعا باید بکنیم تا دهد گردون میعاد از خاطر ناکامی ما، دستها از کلفت بار دعا خواهد شکست.
یعنی این حالت ها برای دگرگون شدنش زحمت باید بکشد. باید شوکت جان سخن کند، خواهر نیلوفر باید که سخن بکند، باید شوکت جان ها، خواهر نیلوفر ها و دیگر مظلوم ها همه باید که از خود خبر بدهند. دعا معناش تنها همین شیشتن از خدا خواستن نیست، البته با زور خداوند می شود، اما با سعی و تلاش و با آن دری که لازم است که اون را باید زده شود، اون درها زده شود. من در سخن قبلی هم گفتم که منظور ما داست، تبر یا سلاح گرفتن به آمدن نیست، بلکه بر اساس اون چیزی که قانون معین کرده است، قانون اساسی کشور ما معین کرده است، بر اساس او از حق و حقوق و از حقوق شهروندی، حقوق دینداری، حقوق تجارتی و ملکداری باید که از اون دفاع کرده شود. منظورم این بود و انشاءالله اگر ما اینها را دست بزنیم، این برادران دوستها باشند، میرسیم با اون چیزی که نهایتش خوبی است. حالا من در رابطه با سخنهای قبلیم چی گفتنیم؟ درست است که دوستا گفتن خب اینها انسان نیستن، اینها بر نمیگردن. شخصیت اولی کشور حالا رئیس جمهور است، یا اینکه همون گروه یا کمانده، یا اینکه همون گروهی که اطراف او هستن، اونها با چند عامل های هستن که اونها گشته نمیتونن، راه بازگشت هم ندارن. اما این هفته هایی که برای زندانی ها هست، این سخن هایی هست برای مردم گفته می شود. ما بعد از اون که از به خدا باور داریم، و مردم شریفمون با سعی و کوشش و با تلاش و با اینکه عدالت خواه هستند، با این باور داریم، با اونها گفته می شود. اونها را پیش راه ظلمشون گرفته می شود. با بیداری سیاسی، با فهمیدن، با درک کردن، با حق حقوق خود را طلب کردن. بنابراین ما به خاطر اونها انصاف میکنیم. حالا من در رابطه با کسانی که اونها در گروه نیستن، برادر قبل از ما دملا محمد یعقوب اشاره کردن، با اون کسانی که خب گروه، یعنی یک گروه خرده هستن اطراف اون ظالم عصر، اونها یک گروه هستن. اما این کسانی که خب یا حقوق شناس است، یا اینکه مفتش است، یا اینکه خب در سود از پروکرور است، در ناحیه است، یا مسئولیت حفظ جمعیتی را بر عهده دارد، باید بداند که اون پرسیده می شود، اون جواب می گوید. با این کاری که می کند، با این دعوای زوری که می کند، من گفتم که من همچون یک شخصی روحانی، یک شخصی که معلومات دینی دارم، من این مسئله را مطرح میکنم. حالا ببینید، تنها برای یک نفری که یعنی تهمت زور، یعنی تهمت دروغ، یک انسان را تهمت کردن، در قول او خب ناحق او را به عیبدار کردن، این در برابر شرکی با خدا قرار میگیرد. اکبری کبایر است. اگر ما گفتم که اگر مسلمان نباشند بر اساسی دادگاهی غیر اسلامی حکم میکنن، برای اونها شکی نیست، مسیرشون معلوم است. اما اگر خود را مسلمان میدانند، حالا ما نمیگوییم که فرزندی مسلمان میدونن، پدر و باباهاشون مسلمان بودن، هستن، مسلمان گذشتن، ما به این باور داریم. اما حالا مسئله خودی اونها است. اگر مسلمان هستن، واقعا فرزندانی همون پدری مسلمان هستن، باید بدونن که اکبری کبائر، یعنی کلانترین گناه که شرکی به خدا شریک آوردن است، در حق یک از تهمت با زور، با دروغ او را پشت پنجره بردن است. برابر شرک است که این عذاب دارد، این بخشیده نمی شود در پیشگاه خداوند. من اشاره کردم که در حیات شخصی اونا خدا نگه بدارد، زنهاشو که اونها گناه ندارن، فرزنداشو که اونها گناه ندارن، نبیره هایش که هستن که میان گناه ندارن، در عمر و جان اونها میزند.
تو خانه همسایه را سوزاندی، دود دادی، در پاریسه خودت میچسبتی. در پاریسه خودت این میچسبت در دنیا. این را باید که فراموش نکنیم. لیکن اون کسانی که شاهدی میدهند بر این کار، یعنی تو مفتش هستی یا نمیدونم یک در دعوا تو شهادت میدهی که داملا زبیدالله شخصی هست که با 7 بند ماده جنایتی عیبدار است، یا با 14 یا با 13 یا با 5 تا، و این رو تهمت میکنی بدون که بر اساس دادگاه اسلامی تو برای تو 3 جرم میآید. اول اینکه بر اساس قانون اسلام اگر مسلمان هستی بدان که فردای قیامت روی تو سیاه میخیزی. تو بدان که در پیشگاه خداوند همچون مسلمان با این کار کرده تو روسیا هستی. دوم اینکه اگر تا وقتی که دست داری برای تو هست که باید غرامت این کار را پرداخت کنی. یعنی اگر از وقتی او گرفته، اگر از مال او گرفته، این که او را از زن و فرزند و نزدیکاش دور کردن این یک چیزی دیگر است. تا میتوانی برای سفید کردن او، برای بیگناه کردن او در دنیا تلاش بکن. باید تلاش داشته باشی. اگر مسلمان هستی، اگر دعوای مسلمانی میکنی، اگر تو مسجد میروی نماز میخونی، اگر تو خدا میگوی، اگر فرزندی مسلمانی پدر و بابات مسلمان گذاشتن و میرای در تار سر خب قبر اونها قرآن میخونی، یک داملا را میاری به خاطر اونها، نان میتی، طعام میتی و برای اونها فاتحه و قرآن میخونی، بدان که باید غرامتی این با دروغ به حبس کشیدن او را باید پرداخت کنی. این دویم چیز است، باید این پرداخت کرده شد. یعنی باید برای سفید کردن او، برای بیگناهی بودن او تلاش خودت بکنی. درست. اگر در اینجا سیم چیزی اگر از او، از دارایی مادی او اگر صرف کرده یا از بین برده ای، با حکم شرع دادگاه اسلامی باید اونها رو برقرار بکنیم. من گفتم که نمیتوانیم که اون محبتی فرزندکای خورد یا نبیره های رحمت الله خب برادرمون خب رحمت الله رجب را که نبیره هاش فرزنداش منتظر بودن و اونها حالا به سین کلان رسیدن که او میخواست که در خردی اونها را ببیند، یک قدم زدن اونها را، یک کنده حرف زدن اونها را ببیند، اونها را جبران کردن نمیتونید، اونها برگردوندن و آوردن نمیتونید. اما اگر از مالی، از اقتصادش، از داراییش، از خانهش، از دیگرش کرده ثروتش گرفته، بدون که اگر نیاری در بالای اینکه رود سیاه فردای قیامت باز دیگر عذابی که به هیچ رو خلاصی ندارد از اون نداری. نقطه دیگری که من میخوام اینجا بگویم، واقعا من حیرانم برای اینکه ما همچون مخالفین باید چیکار بکنیم. یعنی چی چیز ما را با این ظلم، با این گرفتاری ها، با اینکه کشور خراب شده ایستاده است، با اینکه زمینش فروخته شده ایستاده است، با اینکه نخبگانش از بین رفته ایستاده اند، با اینکه ثروت غارت رفته ایستاده است، چی چیز باید که ما را به وحدت بیارد؟ حالا نهضت اسلامی را میگن که اونها یک گروه هستن که اسلامی میخوان، نمیدونم بر اساسهای اسلامی میکنن، و اونها یک گروه هستن که باید از این کار دست بکشن، باید یک اپوزیسیون باشد که کشور ما یا که مملکت ما یک حکومتی باشد که اون بر اساس ایدئولوژی نباشد، باید که دنیوی باشد و دیگر باشد. حالا سر این چیز بحث نیست، سر این که ما چگونه باید وحدت داشته باشیم. مثلا اسلام و مسلمانی ما را جمع نکند، زیان ها زحمتی که به کشور ما اومده ایستاده است، نخبگان ما از بین می رود، خب ثروت ما تاراج می شود، خب اینها ما را به هم نیارند. خب ملت هم ملت بودن، تاجیک زبان بودن، این بر نیارد. حالا ببینید چند روز پیش آثارخانه استاد سر ادبیات کلاسیکی تاجیک استاد صدرالدین عینی خراب شده ایستاده است. یک
یک ذخیره معنوی ما، یک شخصیتی که وجود اون برای تربیه، برای معنویات ملت ما ضرور است. یعنی نام ما با اون شناخته می شود. اما ما همچون زیایی، همچون یک مخالف، همچون یک کسی که دل ما با او می سوزد، همین هم ما را حرکت، انگیزه وحدت را برای پیشگیری چنین کار ندهد. پس چی چیز ما را به وحدت میارد؟ پس چی چیز ما را حرکت میدهد تا اینکه ما بتوانیم که پیش راه این ظلم را، پیش راه این خرابی ها را، پیش راه این ناعدالتی ها را بگیریم، پیش راه این تاراج شدنی فرهنگ و ملت و آبرو و عزت و دین و کشورمون را بگیریم. چی چیز ما را به وحدت میاره؟ باید بالای همین فکر کنیم. باید که مسئله حزبی بر کنار گذاشته شود. حتی من هم گفتم که همچون یک دانشمند اسلامی مسئله اسلامی هم باید مطرح نباشد در اینجا. مسئله کشور، ملت، اسلام یک دین است، به خاطر تکامل ملت اومده است، به خاطر آمده است که همین انسان خاکی را یک وسیله است که به ربانی، به اله، به خدای ربانی نزدیک کند. پس ما راه این را باید بیامیم. یعنی اسلام یک وسیله ما را به خدا نزدیک کردن است. از نظر زحمت، از نظر مشکلات، از نظر خسارات، از نظر زیانهایی که به کشورمون میآید، باید اونها را ما در مد نظر بگیریم. من هم یک گفتم که یک دانشمند اسلامی، من حیرانم که من از اسلام گپ زنم، در من عیب بیابد که از اسلام گپ میزنم. یک نفر از فرهنگ گپ زند و بگیم که اون نمیشود. یک نفر از ملت گپ زند بگیم که اون ملتگرا است. آخه چی چیز ما را به وحدت میارد تا پیش این مشکلات را بگیریم؟ ما از بین رفته ایستادیم، کشور از بین رفته ایستاده است، ثروت کشور تاراج شده ایستاده است. چی چیز ما را به وحدت میارد؟ چی چیز ما را جمع میکند؟ بیاید بالای این فکر بکنیم. من امروز میخواستم در رابطه با این موضوع بگویم و انشاءالله که امید میکنم که زیایه های ما، خب تاجرها و دکاندارهای ما، کسانی که مال و ثروت و دولت دارند و برای تاجیکستان میخوان اونها را صرف بکنن، مذهبی های ما، قومی های ما، خب نهضتی های ما، اسلامی های ما، همه اینها میآیند در یک نقطه مشترک: کشور، ملت، وطن، آبادی او. پیش گرفتن این زیان و زحمتی که در کشور می شود پیش همین چیز میتواند که ما شما رو وحدت ما بیارد. ما میتوانیم که بر آن چیزی که بر بالای ما، نه اینکه همچون نهضتی، بر بالای تمام ملت آمده رفته ایستاده است، گذشته ایستاده است، بر اون پیروز بگردانم. من ایمان کامل دارم که اگر این نقطه ما را حرکت بدهد و ما را جمع بکند، ان شاء الله که خیلی نزدیک ما به مقصود، یعنی به آزادی، عدالت، یک کشوری دور از ظلم و از استبداد و از خواب ناعدالتی میرسیم ان شاء الله. خب دیگر سلامت باشید. فکر میکنم که میخواستم بیان بکنم، اگر احساساتی گفتم روشن بخشش باشد. خب دیگر این موضوعی است که هیچ کس نمیتواند که از احساسات چه کنار بگیرد، چون که واقعا هم ما سوخته ایستادیم. بله. ما از بین رفته ایستادیم. بله. ملت بودیم اما امروز آمدیم قوم شدیم، کوچک شدیم. مسلمان بودیم اما آمدیم در نام قرار گرفتیم. خب دیگر تنها در عبادت و در ذکر و در تفریقه و در جدایی و در اینها قرار گرفتیم. اینا چیزایی هستن که درد هستن، علم هستن و انشاءالله خداوند قبول کرده باشد. زنده باشید. تشکر زیاد. تشکر زیاد. دوستان عزیز، با ما بودند محمد سعید رضایی، رهبر شورای علمای دینی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خارج. تماشابینان عزیز، همینجا نهایت برنامه امروزه ما است. به یکایی که آنهایی که ما را پیگیری کردند، در برنامه شرکت کردند، در برنامه سخنرانی کردند، این برنامه ما را به دیگران فرستادند، پدیدیت کردند، تگمه لایک را پخش کردند، تگمه زنگوله را پخش کردند و به تمام آنهایی که این لحظه ها به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه شدند
تشکر میکنم و آنهایی که تا حال ما را تماشا کرده ایستادید ولی به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه نیستید، خواهش میکنم به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید. حالا نفرانی که به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه شدند از 95,000 گذشتند. ما کوشش آن را داریم که در این روزهای نزدیک، در این هفته های نزدیک از 100,000 نفر بگذاریم. به این کمک شما لازم است. خواهش میکنم نفرانی که به کانال یوتیوبی ما آبونه نشده اید آبونه شوید. ان شاء الله که در خدمت شما خواهیم بود و حتما شما را پشیمان نخواهیم کرد. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.